تشکر ویژه از علی احدی عزیز که دعوتمو قبول کرد تا امشب در خدمتش باشیم. علی احدی هنرمند تجسمی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه ساکن ونکوور. حوزه فعالیت‌های بین‌رشته‌ای او گستره‌ای از هنرهای تجسمی، پژوهش‌های فلسفی، تدریس، نویسندگی و ترجمه رو در بر می‌گیره. کارهای هنری او غالباً در شکل چیدمان‌های مکان محور و با به کار گرفتن مدیوم‌هایی چون مجسمه، تصاویر بازنمایانه، اشیاء ترکیبی، ویدیو و کارهای مبتنی بر متن ارائه میشه. در نگاه احدی کار هنر امری است پیشایندی و ناضرور که تنها ممکن است در شکلی از اندیشه کنشگری رخ دهد. امکان پذیری رخداد کار هنر اما نه درون ابژه زیبایی شناسانه شده و نه در مرتبه نیتمندی به اصطلاح هنرمند، بلکه تنها در رابطه‌ای میان اقتصاد زبانی ابژه ها و امکانات خلاقانه زبانی ملاقات کننده صورت می‌گیرد. برای مسئله‌مند کردن رابطه میان تعین‌های متداول از هنر و کار هنر، احدی فضا زمان‌های خاصی را برای تولید و یا نزدیک شدن به دوگانه‌های مفهومی متناقض پیشنهاد می‌کند. این فضا زمان‌ها با درگیر شدن با مسئله‌هایی چون ارائه و بازنمایی presentation and representation، هیولاسازی و نمایش monstration and demonstration، و رابطه میان زیبایی شناسی و شکل‌های تصادفی منتزع سازی contingent forms of abstraction برساخته می‌شوند. پروتکل منتزع سازی پیشنهادی احدی the protocol of abstraction آنچه را فرم می‌خواند که او هیولا، همنشستی از روابط بیسامان میان اقتصاد زمانی و اقتصاد دیدمانی ابژه نامگذاری می‌کند. علی احدی در نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی بین‌المللی متعددی کارهای هنری خود را به نمایش درآورده. مقالات او در نشریات و کتاب‌های پژوهشی گوناگونی منتشر شدند. گهبله آکادمی عنوان نمایشگاه انفرادی آخر او در تهران هست و علی بابا کاناندروم عنوان آخرین نمایش دو نفره او در ونکوور کانادا است. احدی مدرک دکترای مطالعات میان رشته‌ای خود را با تمرکز بر فلسفه قاره‌ای و نظریه انتقادی از دانشگاه بریتیش کلمبیا دریافت کرده است. او در حال حاضر مشغول تدریس در دیپارتمان تاریخ هنر، هنرهای تجسمی و نظریه دانشگاه بریتیش کلمبیا است، جایی که پیش از این مدرک کارشناسی خود را در هنرهای تجسمی دریافت کرده است. پژوهش احدی متمرکز بر مفاهیم اندیشه کنشگری، ملاقات کننده و بوتیق‌های آنچه که نیست میباشد. مسئله این پژوهش بررسی امکانات ایجاد گسست در نظام مستقر دانشی است که عملکردهای سیاسی و هنر را هم در مرتبه مادی و هم در سپهر گفتمانی تعیین میبخشد. مرسی علی احدی عزیز که امشب در وقت تو به ما دادی. ما سراپا گوشیم. خوشحالم که هستی. من سلام عرض میکنم من به کسایی که اونجا حضوری اومدن توی مؤسسه سلسله. خیلی ممنونم از دعوتی که از من کردین و کسایی که توی زوم هستن. جمعه شب تهران احتمالاً کار بهتری هم میشده کرد، ولی به هر حال خیلی ممنون. مرسی از مقدمه و اینتروداکشن آقای. من سعی میکنم که خیلی مختصر اول ساختار گفتارم رو توضیح بدم که چه شکل بندی داره. صحبت ها من سعی میکنم که در دو بخش تقسیم بندی بکنم. بخش اول من تعریف خواهم کرد که فضا چیست. از تعریف فضا یا از یک تعریفی که از فضا سعی میکنم اینجا ارائه بدم، سعی میکنم وارد فضای هنر و فضای نقد هنر یا تو گیومه نقد سیاسی هنر بشم که موضوع اصلی بحث منه، و بعد استدلال میکنم که چرا هر دو این فضاهای مذهبی و مسیحی هستند. به طور به خصوص به بررسی نمونه خاص تاریخی سیچویشنیست اینترنشنال ها میپردازم و دلیلش رو توضیح میدم که چرا اینجا بهش میپردازم، چون تا جایی که من دنبال میکنم اون چی که امروزه خودش رو به عنوان نقد رادیکال هنر در فضای گفتمانی نقد هنر در ایران داره نمایندگی میکنه، خیلی خیلی ارجاعات جدی به این لحظه به خصوص تاریخی میده و من بحث میکنم که چرا هم اون لحظه به خصوص تاریخی در بستر اصلی خودش
و هم این وضعیت آینه وار استفاده کردنش در فضای نقد هنری ایران، هر دو همچنان در پارادایم مسیحی و مذهبی هستند. از اونجا سعی میکنم که یک مسئله برون رفتی رو مطرح بکنم و بگم که چرا ما نمیتونیم از این بنبست نقد فکر بکنیم به احتمالات و امکانات برون رفت بدون اینکه بتونیم تعریفی جدید از هنر ارائه بکنیم. حالا این تعریف چقدر میتونه تعریف شاملی باشه یا نباشه اون بحث دیگه ای. و این مدخل میشه برای ورودم به بخش دوم بحثم که مسئله لغو کردن این سوال که دیگه به نظرم اهمیت نداره که هنر چیست، به صرف و به نحوی که صرفه به سود مطرح کردن این سوال جدید باشه که آن چیست که هنر باید آن باشد و چطور ما میتونیم هنر رو و نقد هنر رو سکولاریزه بکنیم و در نهایت به مسئله اندیشه کنشگری به عنوان یک استراتژی که من سعی میکنم به دست بدم به عنوان یک از راههای برون رفت و مسئله ملاقات کننده به عنوان پراکسیس و فیگور تاکتیکی استراتژی اندیشه کنشگری که در نهایت بتونه مفهومی رو به نام کار هنر ارائه بده. و من سعی میکنم که در صحبتم مفهوم کار هنر رو که به نوعی ترجمه ورک آف آرت و من بحثم اینه که این ترجمه هم ترجمه درستی نیست که ما معمولا بهش میگیم کار هنری، این چطور میتونه فقط و فقط در یک شکلی از اندیشه کنشگری که فیگور به خصوصی به نام ملاقات کننده انجامش میده صورت بگیره. و قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم، ملاقات کننده میتونه معادل کلمه مثل ویزیتور باشه که من سعی میکنم این رو به جای فیگورهای شناخته شده‌تر و کلاسیک تری که در اقتصاد هنری همواره مطرح می‌شده مثل تماشاچی اسپکتاتور یا مخاطب آدینس ارائه بکنم. یعنی به نظر من این پارادایم هایی که از نظر تاریخی ممکن نیستند و ما مجبوریم سابجکت فیگور و سوژه جدیدی رو معرفی بکنیم که اون سوژه اسمش برای من ملاقات کننده است. این ساختار بحث منه. حالا امیدوارم که بتونم در این زمان یک ساعت رو جمع‌بندیش بکنم. خب از این شروع میکنیم که فضا چیست؟ یعنی ما چه تعریفی میتونیم از فضا ارائه بدیم در اینجا که بتونه مدخل و کانتکست و بافتار معنایی رو ایجاد بکنه که من بتونم از این تعریف از فضا وارد مقوله‌ای به نام فضای هنر و فضای نقد سیاسی هنر بشه. من تعریفی که از فضا ارائه میدم فضا رو به مثابه کارکردی از زمان میگیرم. یعنی من فضا رو به عنوان یک فانکشنی از زمان میگیرم که در اون مسئله ادراک، مسئله زیبایی شناسی، البته زیبایی شناسی بازم اونم از زمان ترجمه درستی نیست، مسئله استتیک و مسئله نظام‌های دلالتی، اینها در یک اسمبلاژی، در یک همبستگی در حال کار کردن باشن. پس الزاماً فضا لزومی نداره که مکان محور باشه، ولی همواره در یک رابطه‌ای با یک فانکسیونی، با یک کارکردی از زمان. به این معنا فضا همواره، ما میدونیم در نظریات انتقادی هم اینو به خوبی یاد گرفتیم که فضا یک محصول اجتماعیه، یه سوشال پروداکت که نه تنها خودش تولید میشه در یک مکانیزم های به شدت پیچیده‌ای بسته به نظام های گفتمانی و امر استعلایی که باهاش در ارتباط هست، بسته با روابطی که با دولت داره، با ملت داره، نه تنها فضا تولید میشه بلکه خودش روابط تولید خودش رو باز تولید میکنه. خب حالا پس اگر بگیم که فضا یک فانکشنی از زمانه، باید بتونیم یک تعریفی از زمان هم بدیم. خب تعریف متفاوتی از زمان وجود داره، از تعریف چه میدونم ساینتیفیک و علمی و خطیش گرفته تا تعریف مثلا هایدگری از زمان که زمان معنایی که از بودن هستنده میتونه درک بکنه، یه جوری سنس آف بینگ، تا مثلا تعریفی که هگل از زمان میده که میگه در جهان بودن مفهوم، کانسپت وقتی در درون جهانه و کانسپت پرسیو میشه، درک میشه، این یک تعریفی از زمانه. تعریفی که من از زمان اینجا ارائه میدم با این تعریف متفاوته. من اینجا زمان رو به عنوان یک رابطه به خصوص با دیگری در نظر میگیرم، یک رابطه ویژه با آدر. اما این دیگری به هیچ وجه دیگری که از دل اون مفاهیم مثل دیگری سازی،
مفاهیمی مثل سیاست هویت، آیدنتیتی پالیتیکس در میاد، نه تنها نیست بلکه دقیقاً خودش رو در خصم این گونه از تعریف از دیگری تعریف میکنه. یکی از مشخصه های بارز نئولیبرالیسم برای تولید سوژگی های متفاوت، برای تولید سابجکتیویتی های متفاوت، چون ما میدونیم که خب به هر حال سرمایه‌داری خواسته سرمایه‌داری متأخر در خلال تمام کالاهایی که داره تولید میکنه، یکی از کالاهای مهمی که تولید میکنه انواع و اقسام متفاوت سوژگیه. سوژگی های در قالب سوژگی پیشرفت، پروگرس، نمیدونم سوژگی نمیدونم من اینم من دیگری نیستم، سوژگی هویتی، سوژگی جنسیتی، سوژگی فعال محیط زیستی، سوژگی قومی، سوژگی های متفاوتی رو تولید میکنه. ولی برای تولید این سوژگی ها نقش اساسی رو همواره بر عهده مفهوم دیگری میذاره و از طریق این اسان کردن این رول به خصوص به مفهوم دیگری یک کالای روانی رو تولید میکنه که من اسمشو میذارم آیندگی یا فیوچریتی. البته آدم های دیگه هم مثل بیفو براردی و این فلاسفه ایتالیایی هم خیلی راجع به این صحبت کردم، ولی علل حساب ترجمه‌ای که من بتونم به دست بدم از فیوچریتی آیندگیه. یعنی پس فضا یک رابطه به خصوصی با دیگریه، با زمانه، که کار اساسیش در ذیل سلطه سرمایه‌داری متأخر اینه که یک کالای روانی درست بکنه به نام آیندگی. آیندگی رو چطوری میتونیم تعریف بکنیم؟ آیندگی رو من اینطوری تعریف میکنم که یک نوعی از تولید میل یا سوژگی برای همساز کردن هرچه بیشتر فرد با شرایط هرچه بیشتر تحلیل رونده وضعیت کار که خیلی هم جهانیه، موقتی سازی. خب برای اینکه این فرد معاصر، بدن معاصر، حالا اسم میخوایم روش بذاریم، بتونه بر بتابه این وضعیت رو، بتونه این شرایط هرچه بیشتر تحلیل رونده رو، هرچه بیشتر موقتی سازی شونده رو، هرچه بیشتر ناپایدار شونده رو تحمل بکنه، این تولید کالای روانی آیندگی که تو ناخودآگاه و خودآگاه مدام در یک مکانیزمی به یک آیندگی پروژکت میکنی تا بتونی تحمل کنی که آره من پیشرفت میکنم، من در این وضعیت نخواهم ماند، من به آن وضعیت خواهم رسید. برای همساز کردن نیروی کار با شرایط تحلیل رونده کار از یک سو، دو برای تولید میل برای دیستریبیوشن و توزیع جهانی نیروی کاره. حالا این میخواد در قالب مهاجرت باشه، میخواد در قالب هر چیز دیگه باشه. شما اول قبل از اینکه میخوای مهاجرت بکنی به جایی، باید یک جای دیگه به عنوان ابژه میل برات تعریف شده باشه، بتونی میلش بکنی اونجا رو به عنوان سرزمین موقعیت ها بدونی و قص الهازا، و تا بتونی به عنوان نیروی کاری که هویت خودتو داری، نظام هویتی داری، ولی لحظه ای که مهاجرت انجام میشه دیگه به یک نیروی کار تبدیل میشه. اونجا دیگه مسئله هویتت، مسئله اپیرنس، خیلی دیگه مسئله تضاد اصلی نیست. تضاد اصلی مسئله مبادلاتیت، ارزش مبادلاتیت، ارزش اکسچنج ولیوت. میل و سوژگی رو چجوری میتونیم تعریف بکنیم؟ اول باید اینو مشخص بکنیم و من خیلی برام مهمه که توی این بحث بتونیم مشخص بکنیم که سوژگی با سوژه متفاوته. یعنی سابجکتیویتی با سابجکت این دوتا این همان نیستن. اگر برای اینکه فقط بحث را بیفته ما بتونیم یک تعریفی از سوژه بدیم به این معنی که سوژه میتونه یک عاملیت مخدوش کننده یا قیامگر هستنده‌ای در جهان باشه، سوژگی برخلاف این اتفاقا همیشه محصول ایدئولوژیکه که از بیرون تولید میشه و بر بدن اعمال میشه. یعنی اگر بخوام از صورتبندی مثلا کسایی مثل لازراتو فیلسوف ایتالیایی استفاده بکنیم، سوژگی همواره محصول دو تا بال انقیاد اجتماعی و برده‌سازی ماشینی. پس سوژگی، سابجکتیویتی، ارتباطی به سوژه به مثابه یک شکلی از اندیشه در رابطه با امکانات بی‌نهایت جهان نداره. سوژگی همواره توسط این نظام‌های ایدئولوژیک تولید میشه، اما به عنوان میلی که از درون بدن خود به خود داره میاد بیرون تبلیغ میشه. یعنی سوژگی همواره چیزیه که یک کالایی که از بیرون تولید میشه، اما در گزاره‌هایی که و در نظام‌های گفتمانی که این رو تبلیغ میکنه، همواره تبلیغ میشه که این میل اصیل توه، این میل اساسی توه، این دیزایر واقعی توه که از درون تو داره میاد بیرون. نظام‌های روانکاوانه، نظام‌های گفتمان‌های ارزشی، انگیزشی، همه اینها در وله کردن و توزیع این کالای روانی نقش اساسی دارن. خب
پس این میل و سوژگی در فضا همواره از خلال گفتمان‌های مستقر، استبلیش انگیزشی، گفتمان پیشرفت و غیره به گردش در میاد. پس من برای اینکه بتونم این بخش رو جمع‌بندی بکنم، ما دو مقوله، دو تا کتگوری از زمان رو باهاش سر و کار داریم در وضعیت معاصر. یکی زمان کاری انسانیه که خب لازمه تولید سر وقته و مهمتر از اون توزیع سر وقت ارزش، که ما دیدیم این نوع از زمان مثلا در دوره کووید و پاندمی به شدت دچار خطر شد و سیستم به شدت پنیک کرده بود که این تلقی از زمان که امکانات دیگری یا تعاریف دیگری هم از زمان موجوده، ممکنه این سریع سیستم رو و این تولید به موقع کالا و توزیع به موقع ولیو رو داشت به خطر مینداخت. خب این یک تلقی از زمانه. تعریف دومی از زمان که ما باش سر و کار داریم همین زمان به مثابه سوژگی و آیندگیه. حالا من از این چه نتیجه میخوام بگیرم؟ پس فضا یک کارکرد به خصوصی از زمانه و زمان یک رابطه به خصوصی با دیگریه. چجوری رابطه با دیگریه؟ من این رو هنوز نگفتم. ما دقیقاً چه چیزی رو میل میکنیم وقتی که داریم میل میکنیم؟ وقتی که داریم یه چیزی رو دیزایر میکنیم، داریم چی رو دیزایر میکنیم؟ خب ما میدونیم که میل همواره در ارتباط و مربوط به ابژه‌ایه که قرار میل بشه. خیلی مشخص اسمش بهش میگیم ابژه میل. یا جمله معروف لکان، تمام میل ها میل دیگری است. یعنی چی؟ یعنی تمام میل آدمی به دست آوردن میل دیگری به خوده. یعنی من دیگری رو داشته باشم که بتونه من رو قبول کنه، من رو بازشناسایی بکنه و من رو میل بکنه. خب اما در ذیل نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری متأخر یک اتفاقی اینجا میفته که به نظر من میل به دیگری در قالب کالای آیندگی، این کالای روانی فیوچرتی که داره تولید میشه، میل بدل شدن به دیگریه. یعنی دیگه اینجا ما اون دیالکتیک هگلی ارباب و بنده رو دیگه اینجا در این وضعیت به خصوص نداریم. درسته همچنان دیگری برخلاف گفتمان‌های به نظر من به شدت سیاست زدای سیاست هویت آیدنتیتی پالیتیکس که دیگری رو یک بیرونیت محض میگیره، یک اکستریور دیالوژیک میگیرتش. نه، اینجا هم وضعیت همچنان هگلیه. دیگری المان برسازنده سوژگی ماه، پس درون ماه، اما دیالکتیکش از بین رفته. چرا؟ چون اینجا دیگه سوژه دلش نمیخواد فقط میل دیگری رو میل بکنه، دلش میخواد بدل بشه به دیگری. به چه معنا؟ به این معنا که دیگری های رو آیدنتیفای میکنه که پیشرفت کردن. من استاد سشنال دانشگاهم، همکارم استاد تنیر هیئت علمیه دانشگاه. این هیئت علمیه برای من دیگریه که آینده منه. یعنی من میتونم میل بکنم که دلم بخواد که به او بدل بشم. در این سازمانی که اینجا شکل میگیره دو تلاقی از زمان دارن همدیگر رو هی قطع میکنن. یعنی میل کردن حال حاضر دیگری که میشه آینده کامل من. یعنی من میگم من در آینده او خواهم شد، ولی این اویی که من میخوام در آینده به او بدل بشم همین حال و اینجا و اکنون دیگری من. زمان آیندگی، کالای روانی آیندگی که در سرمایه‌داری متأخر و خاصه در شکل‌های نئولیبرالیش تولید میشه، دقیقاً در نقطه تلاقی این دو زمان حال حاضر دیگری و آینده خود تولید میشه. پس اینجا میل یک امکانیه برای خود در آینده که در واقع میل کردن حال حاضر دیگریه که من اون رو میل. خب پس اگر ما این رو به عنوان فضا، تعریفی از فضا بگیریم که فضا یک شکلی از زمانه که درش این رابطه به خصوص با دیگری در سرمایه‌داری متأخر مدام در کار کرده، مدام سوژه توی گیومه داره دیگری رو میل میکنه، آینده رو میل میکنه که به اون آینده برسه و اون آینده هرگز اصلا وجود نداره. خب برای اینکه فقط در یک تلاقی پروجکشن روانی داره صورت میگیره. از این تعریف از فضا من میخوام وارد بشم که پس ما وقتی میگیم فضای هنر، وقتی میگیم فضای نقد هنر، آیا میتونیم این دیگری ها رو در درون این فضاها هم آیدنتیفای بکنیم؟ به نظر من میتونیم بکنیم. خب از نظر من هم فضای هنر در ایران، تا جایی که من توش کار میکنم، به هر حال درسته من بیرون از ایرانم ولی هی با ایران در تماسم، میام ایران نمایشگاه میذارم، به نشست در ارتباط مستمرم.
هم فضای هنر در ایران، هم فضای نقد هنر در ایران، هر دو اینها دقیقا درگیر همین رابطه با دیگری خودشون هستن که مدام بهش پروژکت میکنن و مدام میل میکنن که به اون دیگری تبدیل شوند و در این میل کردن دیگری، در این تلاقی زمان آینده کامل خودشون و حال حاضر دیگریشون در وضعیت دارن سعی میکنن که دوام بیارن. خب وضعیت فضای هنری که موضوع اصلی من نیست در ایران، در یک وضعیتی که تابعی از وضعیت کلی اقتصاد سیاسی ایران، ژئوپلیتیک ایران و وضعیت پیرامونیش با وضعیت مرکزی جهان هست. فضای هنرش هم دقیقا در این وضعیت ناهمزمانی مرکز و حاشیه‌اش داره عمل میکنه. ما گالری هایی داریم که اینها برخلاف مثلا گالری ها و نهادهای مستقر در جهان اینستیتوشن به اون معنا نیستن، فاندهای دولتی نمیگیرن، اکثرا فضاهای خصوصی هن. آرتیست ران سنتر نداریم، اما بعضی از این نهادها به واسطه روابط اقتصاد سیاسی خیلی ویژه‌ای که با نهاد دولت یا با راندهایی که از دولت داشتن توانستن که به نهاد شدن یه مقدار نزدیک بشن، حالا چه در قالب بنیاد چه در قالب فضاهای ذره بزرگتر که دقیقا رابطهشون با همون دیگری هایی که میخوان بهش بدل بشن، انواع اقسام دو سالانه ها، بینالی ها، گالری های بزرگتر و اتفاقا در کالاهای هم که نشون میدن این میل بدل شدن به دیگری و این رابطه به خصوص با دیگری به معنی دیگری به مثابه فانکشنی از زمان رو ما میبینیم. هنرمند لوکال رو سعی میکنن کمتر نشون بدن، سرمایه نمادین اینو که دارن سعی میکنن به دست بیارن همواره باید از دیگری بیارن که در دیگر جا بوده و ما آوردیمش در اینجا و در این وضعیت هی میخوان سعی بکنن که به اون وضعیت مرکزی، یعنی از وضعیت حاشیه‌ای و پیرامونی به اقتصاد سیاسی هنر مرکزی نزدیک بشن. این اتفاق در همه جوامع پیرامونی افتاده، در بعضیش موفق شدن، تونستن وارد بازار جهانی بشن. کشورهای حاشیه خلیج تونستن این کارو در مثلا 2-3 دهه گذشته بکنن. در ایران اتفاق همچنان نیفتاده به خاطر وضعیت‌های پیچیدگی متفاوت. این وضعیت فضای هنره، اما موضوع من این نیست. موضوع اصلی من وضعیت فضای نقد هنر در ایران که خودش رو به عنوان یه نقد رادیکال همواره داره سعی میکنه ارائه بده و در قالب اینکه خودش رو به عنوان نقد رادیکال میخواد ارائه بده، معمولا از مفاهیم مثل هنر سیاسی حرف میزنه، از مفاهیم مثل هنر خلاقانه حرف میزنه، از مفاهیم مثل هنر رسمی، هنر غیر رسمی، دوگانه های اینطوری تعریف میکنه و همواره اتفاقا در یک رابطه به خصوص با یک دیگریه. خب که در ایران در حوزه و سپهر گفتمانی یکی از این دیگری های ویژه‌ای که این نقد به اصطلاح رادیکال همواره به اون ارجاع میده، رخدادهای هنری و رخدادهای سیاسی که در اروپای غربی در اواخر دهه 60 به طور به خصوص در رخدادهای می 68 در فرانسه اتفاق افتاده. سیچویشنیست اینترنشنال ها، لتریست ها، گروه های آوانگارد، جنبش های هنری مثل فلاکسز، جنبش های هنری مثل هپنینگ، آلن کپرو و قصه الهازا. من بحثم اینه که این فضای نقد به اصطلاح رادیکال هنر نه تنها رادیکال نیست، بلکه اتفاقاً عاجز از ارائه استراتژی برای برون رفت از وضعیت و در یک وضعیت آینه‌گونه نعل به یک ابژه تاریخی نوستالژیک رو که از سال از بین رفته تمامه، این رو برمی‌داره مطابق میاره، این همان میکنه در یک وضعیت به شدت پیچیده اقتصاد سیاسی و به شدت پیچیده رابطه دولت ملت در درون ایران مدام به عنوان راه برون رفت و تخطئه شکل‌های دیگری از فعالیت‌های هنری که در ایران وجود دارن استفاده میکنه. یعنی خودش رو داره دیگری سازی میکنه، ولی در چه رابطه‌ای؟ در رابطه میل کردن میل آن دیگری تاریخی که 70 سال پیش از بین رفته. اینجا حتی وضعیت ترجمه هم نمیشه. یعنی اینطوری نیستش که من بگم این رابطه، این نقد به اصطلاح رادیکال در قالب هنر خلاقانه، سیاست ورزی خلاقانه، هنر رسمی، هنر غیر رسمی، نقد هنر تجاری، نقد گالری ها، حتی ترجمه هم نمیکنه اون دیسکورس هایی رو که در می 68 داره اتفاق میفته، آینش میکنه. چرا ترجمهش نمیکنه؟ چون مثلا ما اگر یک مفهومی از ترجمه رو از یک کسی مثلا والتر بنیامین بگیریم، در اون مقاله به شدت درخشانش در باب رسالت مترجم
یه حرف خیلی مهمی در اونجا بنیامین میزنه که میگه همواره در ترجمه، اولا یک سری از متون ترجمه پذیر نیستن، یعنی ماهیت خودشون رو به امر ترجمه نمیدن، اما آن متونی که ترجمه پذیرن متونی هستن که همواره یک اهمیت به شدت بنیادینی در اونها وجود داره، یه inherent significance اصطلاح رو استفاده میکنه، در اونها وجود داره که این اهمیت بنیادی تنها در ترجمه شدنه که خودش رو نشون میده اتفاقا. یعنی نه در متن اولیه وجود داره، نه الزاما در متن مقصد وجود داره، در عمل ترجمه شدنه که این ترانس اتفاق بیفته. در این نقد به اصطلاح رادیکال و ارجاعات به سیچویشنیست ها، نمیدونم گیدی بورد و غیره و اصطلاح ها، این ترجمه هم حتی اتفاق نمیفته. یعنی واقعا یک جوری یک شکلی از بولیگریه، یک شکلی از فقط تخته است. حالا من این بحث خواهم کرد که چرا این نوع از نقد به اصطلاح رادیکال یک دال توهی، یه ظرف تو خالی رو به نام نقد هنر تجاری گرفته و مدام این رو میزنه. من این رو به عنوان کسی میگم که فعالیت هنری به شدت غیر تجاری بوده و اینجا اصلا در جایگاه دفاع از هنر تجاری نیستم، ولی مسئله اینه که تک تک این دیگری هایی که این نقد به اصطلاح رادیکال داره بهش ارجاع میده، اینها هیچ کدوم 1/1000 از وقت خودشون رو در زمان خودشون که میخواستن انقلاب کنن، که میخواستن قیام را بندازن، درگیر نقد هنر تجاری زمانه خودشون نمیکردن. من میخوام بدونم وقتی که داشت انقلاب های می 68 توی فرانسه رخ میداد، گالری های پاریس دیگه پینتینگ نمیفروختن؟ وقتی که اتفاقهای مثلا آوانگارد موومنت های اوایل دهه 60 اتفاق داشت میافتاد، گالری تجاری وجود نداشت. تمام این متون دیسکرسیو استراتژیکی که توسط امثال گیدی بورد، اسکر یورن و غیره و غیره تولید شده، چه میزان از حجمش سر نقد هنر تجاری بوده؟ اصلا مسئله بازار و نقد هنر تجاری در کجای تاریخ تونسته جلوی یک انقلاب رو بگیره؟ کجا قرار بوده یک انقلابی رخ بده که فروش 4 تا نقاشی در یک گالری جلوش گرفته و اگر اون نقاشی ها فروخته نمیشد انقلاب رخ میداد؟ خب این دال توهیه، یه ظرف تو خالیه و این خیلی مهمه که من رو دوباره مشخص کنم. من اصلا مسئله هنر تجاری نیست، نقدش به جای خودش. مسئله من اینه که یک استراتژیست نمیتونه ارائه برون رفت رو بپوشونه، عاجز بودن از این رو بپوشونه در ذیل قالب چیزی که ما چرا هنرورزی خلاقانه نمی‌کنیم. و من بحث میکنم که تمام این گزاره‌های موصوف صفتی، هی صفت اضافه کردن به هنر سیاسی، هنر اعلا، اینا همه اتفاقا عاجز از درک یک مسئله مهمی هستند، اونم پارادایمی بودن هنر. ما در هیچ کجای تاریخ هنر نمیبینیم که مثلا سورئالیست ها بیان بگن ما هنرمند سورئالیستیم یا هنر سورئالیستیم. میگن نه، ما سورئالیستیم. یعنی چی؟ یعنی هنر سورئالیسم است و هر آنچه سورئالیسم نیست هنر نیست. یعنی میتونه این ادعا رو بکنه، مانیفست بده، برنامه آینده ارائه بکنه که هر آنچه که من نیستم هنر نیست. داداییستا هیچ وقت نمیان بگن من دادا آرتیستم. آیا عاجز بودن از این؟ نه، مسئله نظریه. میگه من دادام و هر آنچه که دادا نیست آرتیست است. حتی با اینکه من میخوام اینجا امروز به نقد صریح سیچویشنز اینترنشنال ها بپردازم، اما حق مطلب اینه که این رو بگیم که سیچویشنز اینترنشنال ها هم که از دل آوانگارد ها، از دل لتریست ها و از دل جدا شدن از داداییست ها در اومدن، اونها هم این قائل بودن که هنر یک مفهوم پارادایمیه. ما نمیتونیم هنر رو یک امر پیشینی اپریورای بگیریم و هی بیان بهش صفت اضافه بکنیم، بگیم هنر سیاسی، هنر خلاقانه، هنر اعلا. وقتی که میگیم چیزی به نام هنر سیاسی وجود نداره، من پارسال در خلال اتفاقات زن زندگی آزادی مطلبی نوشتم که مقوله‌ای به نام هنر سیاسی وجود ندارد، همانطور که مقوله‌ای به نام فلسفه سیاسی وجود ندارد. بعد تیکه و پاره شدم، میم درست کردن بلام که در پوزیشن مرد سالاران نشستی داری میگه هنر سیاسی وجود نداره، پس ما داریم این همه کار سیاسی میکنیم، چه کار میکنیم؟ و من توضیح داده بودم اونجا که وقتی میگیم هنر سیاسی، اتفاقا داریم همچنان جایی رو برای هنر غیر سیاسی مفروض میگیریم. پس اگر ما اتفاقا مسئلهمون سیاسته، باید تعریفی از هنر بدیم که سیاسته، تعریفی از هنر بدیم که اصلا جز اون رابطه با سیاست دیگه بتونیم بگیم اون هنر نیست و در این رابطه بتونیم دیسکورس تولید بکنیم
نقد پذیر بکنیم خودمون رو، که دیسکورس بعدی بیاد ما رو نقد بکنه و در این منطق جایگزین کردن دیسکورس قبلی تکوینش شکل‌های مادی و تجربی هنر جلو بره. همونطوری که دادایسته میاد میگه من متأخرم، من بهتر از سورئالیستم، سورئالیست دیگه هنر نیست. همونطوری که آوانگاردا میان میگن من متأخرم، من بهتر از دادایستم، دادایسته دیگه هنر نیست. همونطوری که مثلا کسی مثل گیدی بورد میاد میگه که مسئله سورئالیستا این بود که میخواستن هنر رو محقق کنن بدون اینکه هنر رو نابود کنن. مسئله دادایستا این بود که میخواستن هنر رو نابود کنن بدون اینکه بتونن محققش بکنن. ما آوانگارد ها، اونجا هنوز سیچویشنیست نیست، آوانگارد، ما آوانگارد ها میخوایم هم هنر رو محقق کنیم هم نابودش کنیم، پایانش رو اعلام بکنیم. میبینین یعنی مسئله برای یک استراتژیستی مثل دیبور در اون لحظه مفهوم پارادایمی هنر. به این اعتبار وقتی دیبور میگه من سیچویشنیستم، یعنی سیچویشن دیگه تعریفیه که جایگزین هنر شده. نمیاد بگه هنر سیچویشنیستی. این خیلی مسئله مهمیه و ما در حوزه نقدی که من تا جایی که من دنبال میکنم، ما کاملا با یک مغلطه به نظر من فجیع سر و کار داریم. از این نظر میگم تخته کنه، بولیگره، که تنها چیزی که برای ارائه داره زدن نقد هنر تجاریه به عنوان فیل بزرگ تو اتاق، در صورتی که فیل بزرگ تو اتاق اون نیست. فیل بزرگ تو اتاق بنبست استراتژیکی که ما همه باهاش سر کار داریم در وضعیت محسن. به هر حال برای اینکه بخوام برم جلوتر، اینجا من به این نمونه اصلی سیچویشنز اینترنشنال بخوام بپردازم و بحث بکنم که چرا این یک پروژه شکست خورده، به قول فیلسوفی مثل علمبدی و بوتیقای شکسته، میگه در مقابل این وضعیت ماتریالیسم دموکراتیک که اسمیه که برای سرمایه‌داری متأخر و سلطه پست مدرنیست توش میذاره، میگه ما شکل‌های دیگه داشتیم مثل ایدئالیسم آریستوکراتیک که هرچند زبان انقلابی داره، هرچند زبانش اصلا کمتر از انقلاب رو رضایت نمیده، اما تجسم نوستالژیا و بوتیقای شکسته. چرا؟ چون اون ابژه‌ای رو که میخواد ازش محافظت بکنه اصلا از بین رفته به صورت تاریخی. حالا ما اینو نشون میدیم. من فقط برای اینکه بتونم بحث رو خلاصه بکنم ارجاع میدم که من یک بار در یک گفتگوی دیگه به دعوت مؤسسه بیدار در گفتگو با پوریا جهانشاد به صورت مفصل و تفصیلی راجع به نقد سیچویشنز اینترنشنال ها صحبت کردم و اگر مایل باشه کسی بیشتر راجع به اون بدونه، من ارجاعشو میدم به داکیومنتیشنی که اونجا وجود داره. ولی به صورت خیلی خلاصه اگر بخوام مرور بکنم، ما میدونیم که سیچویشنز اینترنشنال ها اولا دروغ اول بزرگ، این تلقی که آقا سیچویشنز اینترنشنال ها رخدادهای می 68 رو راه انداخت، انقلاب کرد، اصلا اینطوری نیست. ما میدونیم که از شکل‌گیری سیچویشنز اینترنشنال ها که به صورت تاریخی از دل جنبش های مثل داداها، لتریست ها و بعداً گیدی بورد از لتریست ها جدا میشه، جریان لتریست اینترنشنال ها را میندازه و واقعا اینترنشنالن. یعنی ما شاخه اسکاندیناوی داریم، شاخه ایتالیا داریم، شاخه اروپای مرکزی داریم. مسئله واقعا یک مسئله استراتژیک، مسئله فقط تقلیل پذیر به در تک تک گالری های شهر چرخیدن و نقد هنر تجاری کردن نیست. این واقعا اصلا متایبه آمیزه به نظر من، تقلیل دادن این اتفاق تاریخی که اتفاقا من میگم این اتفاق تاریخی در زمان خودش محتوم به شکست بوده ها، ولی حد مطلب اینه که اصلا هیچ ارتباطی به این وضعیتی که ما به اسم نقد به اصطلاح رادیکال هنر داریم میبینیم نداشته. از دل لتریس اینترنشنال ها در اومدن تمام این مفاهیمی که ما داریم امروز در قالب استراتژی تاکتیک های استراتژیک، تاکتیک هایی که در راستای استراتژی سیچویشنز اینترنشنال ها بهشون ارجاع میدیم، مثل روان جغرافیا، مثل یله زنی، دریو، وارون سازی، دیتورنمان، اینها همشون مال دوره لتریس اینترنشنال های که امثال گیدی بورد کار میکردن. تا 1962 1963 ما حوزه گسترده از تولید محصولات به اصطلاح درون گیومه هنری یا لتریستی، چون نمیگفتن دیگه هنری، میگفتن لتریستی، این کردیت رو باید بهشون داد، میدیدیم که مجموعه از تورنمان ها بودن، نقاشی هایی که اسکر یورن میرفت تور میکرد، پوستر هایی که
خیلی برهم زدن نظام‌های دلالتی زبانی توش وجود داشت. پوسترهایی که می‌رفتن وارونه سازی می‌کردن از مجلات پورن، از تبلیغات، این تصاویر رو هایجک می‌کردن، زبانشون رو با یک زبان سابورسیو و وارونه ساز و انقلابی جایگزین می‌کردن و وانمود می‌کردن در یک سیمیلیشنی، در یک وانمایی اینها رو دیستریبیوت می‌کردن، توزیع می‌کردن که وانمود کنن اینا تصاویر اوریجینال، و اینطوری سعی می‌کردن جریان و فلاکسس تولید تصویر رو مخدوش بکنن. اما راه به جایی نبردن. تونستن از دلش تولید اندیشه بکنن، تونستن از دلش تولید سوژگی انقلابی بکنن، اما از دلش نتونستن انقلاب بکنن. چه کردن؟ از 1962 به بعد که دعواش بینشون بود، شاخه اسکاندیناویایی از شاخه فرانسوی بلژیکی که همسالگی دیبورد بودن جدا شدن. در 1966 در دانشگاه استراسبورگ اینا از نیمه دوم دهه 60 تمام فعالیتشون رو به جای نقد هنر تجاری فرانسه، به جای نقد هنر گالری های نمیدونم نقاشی بفروش پاریس یا روم یا فلورانس که نمونه معادل شما تو ایران داریم، تمام هم مقامشون رو گذاشتن روی کار تشکیلاتی دانشجویی، ارگانیزیشن دانشجویی، کار فعالیت سندیکالیستی دانشجویی. مهمترین نمونهش 1966 در دانشگاه استراسبورگ که در همکاری بین مثلا گیدیبورد و یک سیچویشنیست تونسی به نام مصطفی خیاطی. مصطفی خیاطی کتابی می نویسه به نام در باب فقر و نکبت زندگی دانشجویی، On the Poverty of Student Life. بودجه‌ای که از دانشگاه برای چیزهای دیگه میتونن فاند بگیرن، این بودجه رو صرف به تکثیر 10,000 نسخه از این کتاب میکنن. این کتاب پخش میشه، نقد وضعیت منقاد کننده که دانشگاه نسبت به دانشجوها داشته، جداسازی های جنسی که انجام میداده، وضعیت غذا و غیره و غیره، باعث میشه که اعتصابات و تظاهرات دانشجویی در 1966 در دانشگاه استراسبورگ راه میفته. سرآغاز زنجیره‌ای از اتفاقهای بعدی، اعتصابات بعدی، تظاهرات دانشجویی بعدی میشه و منجر میشه به اتفاقات می 68. همه این میزان پیچیدگی رو ما بخوایم جاش عوض بکنیم، بگیم چه نشستید که در فرانسه در سال 68 نوعی از سیاست ورزی خلاقانه شکل می گرفت که اینها تونستن بیان سیچویشن بسازن و انقلاب بکنن، به نظر من جهل تاریخه. اتفاقا اونها به عنوان استراتژیست های تونستن درک بکنن که از طریق تولید تصاویر وارونه ساز، ایمیج های سابورسیو، ایمیج های انقلابی، انقلاب راه نمیفته. سوژگی انقلابی ممکنه تولید بشه. انقلاب از طریق تشکیل، از طریق ایجاد رهبری، از طریق تشکر، از طریق اعتصاب و غیره راه میفته. و برای بار آخر میگم هیچ جای تمام این یک دهه فعالیتشون مسئله و هم مقامشون نقد گالری های کامرشیال پاریس نبود. خب ما میدونیم که این وضعیت اینطوری پیش رفت، جداسازی ها و اسپریت های در سیچویشنز اتفاق افتاد. اما مسئله اصلی سیچویشنز اینترنشنال ها چی؟ در 1967 با چاپ کتاب جامعه نمایش سوسایتی اف اسپکتیکل ما یک مسئله رو میبینیم که اینجا یه کامنتی برام اومده که ما تصویری از اسلاید ها نداریم. من اسلایدی دارم نشون نمیدم، کاش بعد اسلاید هم نشون میدادم، ولی اسلایدی در کار نیست، ببخشید. با چاپ کتاب جامعه نمایش مفهوم بنیادینی که در سوسایتی اف اسپکتیکل داره ارائه میشه مسئله اسپکتیتور و اسپکتیکل، نقد اسپکتیکل. خب اسپکتیکل چیه؟ از نظر دیبور تماشاگر بودن متضاد با کنشگر بودن، متضاد با دانستن. تماشاگر قرار است که هیچ چیز نداند و استحقاق دانستن هیچ چیزی نداره، چون پسیبه، چون آگاه نیست به جداسری که میان حوزه پدیداری اپیرنس و حقیقت هست. من چرا میگم که این پارادایم مسیحیه و نقد هنری هم که ارجاع میده به این دیگری از دل تاریخ همچنان در دل پارادایم مسیحیه. حتی اگه بگه من مارکسیستم، حتی اگه بگه من نمیدونم ویژیتریانم، حتی اگه بگه من هر چیز، پارادایم مکانیزم مسیحیه. خب از اولین نقاشی مسیح در کاتاکومب روم که به روی دیوار رفته ما میدونیم چه اتفاقی میفته. ورس اول عهد جدید، در آغاز کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خود خدا بود. وقتی نقاشی مسیح میره رو دیوار چه اتفاقی میفته؟
بیننده یا مخاطب نقاشی مسیح قرار است که کلام خدا را به میانداری و وساطت تصویر مسیح بشنوه. واسه همینه که ما یه ترمی داریم به نام مخاطب، آدینس. ریشش هم از اودیره میاد، به معنی شنیدن. چرا بشنویم؟ کلام خدا را بشنویم. پس همواره پشت تصویر، پشت نقاشی مفهومی، حضوری وجود داره که غایبه، حقیقته ولی غایبه. پس حوزه دیدن از حوزه حقیقت جدا میشه. اپیرنس و پدیداری حقیقت رو میپوشونه و تنها باید دل به این روزه تصویر بدی تا بتونی مخاطب خوبی باشی، تا بتونی شنونده خوبی باشی، تا کلام خدا رو بشنوی. خدا جاشو به کی میده در تکوین تاریخی شکل‌های متفاوت هنری؟ به هنرمند. یعنی ما همواره میریم در گالری، همچنان در پارادایم معنا و در پارادایم مسیحی، هنر مسیحی هستیم. میخواد آوانگارد آرت باشه، میخواد داداییسم باشه، میخواد سورئالیسم باشه، میخواد حتی سیچویشنیست باشه، پارادایم همچنان مسیحیه. چرا؟ چون میرویم اثری را میبینیم که بگوییم معنایش چیست. هنرمند چی میخواسته اینجا به ما بگه؟ هنرمند که اونجا نیست. ما به میدییشن و وساطتگری و میانداری اثر باید مرتبه نیتمندی هنرمند رو بهش دست پیدا بکنیم. به این معنا انگار که بیننده یا مخاطب داره به ملاقات هنرمند میره به واسطه ابژه هنر. این پارادایم همچنان یک پارادایم کریستین و مسیحیه. چرا؟ برای اینکه همچنان میان حوزه حقیقت یا معنا در گیومه، من میدونم تعاریف و اکانت‌های به شدت متفاوتی از حقیقت وجود داره، اینجا این دو رو بذار این همان با معنا بگیریم، با کلام خدا بگیریم. همچنان جداسری غالب میان پارادایم معنا و پارادایم دیدن. دیبورد اینا رو از جامعه نمایش رو چطور می‌نویسه؟ دیبورد دقیقاً میاد یک نقد به شدت درخشانی داره رژی دبره روی سوسایتی آف اسپکتاکل دیبورد که من دوستان رو ارجاع میدم که اون نقد رو پیدا بکنن و بخونن. همونطور که مارکس نظریه ایلینیشنش رو خیلی متأثر از تزهای فورباخ می‌نویسه، دیبور هم کتاب در باب ذات مسیحیت فورباخ رو برمی‌داره. فورباخ بحثش اینه که آقا ذات مسیحیت باعث شده که انسان ذات انسانی خودش رو پروژکت کرده، دیگری کرده به بیرون، به اون دیگری پروژکت میکنه در قالب خداوند و در قالب مدیومی در این وسط به نام مسیحیت و از خود بیگانه میشه. دیبور هر جا کلمه کریستیانیتی بوده اون رو با اسپکتکل جایگزین میکنن. حتی ساختار افوریستیک، گزینگوی نویسی جامعه نمایش نعل به تاق این همانه با کتاب فورباخ. پس از نظر دیبور تماشاچی بودن متضاد با دانستن، متضاد با حقیقت را دریافتن. در پس این نظام تولید تصاویر حقیقتی که مسئله زندگی است داره محجوب میشه، دچار حجاب میشه و بیننده بیشتر تماشا بکنه کمتر زندگی میکنه. هر آنچه که بیشتر تأمل بکنه، کانتمپلیت بکنه، کمتر زندگی میکنه. تصویر به یگانه مجرای اتصال فرد به جهان بدل میشه. تصویری که توسط دیگری، توسط نظام‌های تولید تصویر داره کنترل میشه. پس تماشاگر بودن یعنی لذت محض بردن از حوزه اپیرنس و پدیداری بدون اینکه حقیقت پشت تصویر رو ببینیم. میبینی هنوز چرا پارادایم مسیحیه؟ میبینی هنوز حقیقت امر غایبه. حقیقت امری نیست که باید برساخته بشه و تاوانش داده بشه. حقیقت امریه که باید کشف بشه. حقیقت امریه که باید فهم بشه. این خیلی متفاوته که ما اکانتی از تعریفی از حقیقت بدیم به مثابه فرایندهایی از رابطه و وفاداری به آنچه که در وضعیت نبوده است اما رخ داده است و ما میخوایم پاش وایسیم و بسازیمش، شده در قالب یک ارگانیزیشن، شده در قالب یک انقلاب، شده در قالب یک جنبش و اسم اون میشه حقیقت. یعنی حقیقت یک کانستراکشنه و تعریفی از حقیقت که میگه همواره حقیقتی پشت تصاویر هست. خب اون حقیقت پشت تصاویر همچنان کلام خداست، فرق نمیکنه. حالا اونجا کلام خدا معنای دیگه رو میخواد منتقل بکنه، اینجا کلام خدا جاش رو به نظام‌های تولید تصویر سرمایه‌داری داده، جاش رو به تبلیغ مثلا خمیردندون پونه داده. میدونی؟ یعنی نظام تولید تصویر و نظام نقد این تولید تصویر همچنان در یک
پارادایم مسیحی. یکی از منتقدای مهمی که دیدیبور رو نقد میکنه ژاک فرانسی است و اتفاقا خیلی جالبه که من در این نقد به اصطلاح رادیکالی که در حوزه نقد رادیکالی که توی ایران داره اتفاق میفته دنبال میکنم، یکی از عجایب حیرت انگیز حوزه نظری انتقادی اینجا اتفاق میفته. روابطی که رانسی از رابطه بین سیاست و توی گیوم زیبایی شناسی استتیکس و پالیتیکس میده، اینا در یک ترکیبی، در یک کلاژی با نظریات دیبورد قرار میگیره به اسم سیاست ورزی خلاقانه، به اسم دوگانه زندگی و هنر رو لغو کردن. و این جالبیش اینجاست که بزرگترین منتقد دیبورد در حوزه نظریه انتقادی رانسی است. رانسیه میگه امثال اینا ما رو بدبخت کردن، اینا یک مش افلاطونی هن که همچنان به خاطر این دوگانه 2000 ساله‌ای که افلاطون میخش و کوبید بین حوزه دیدن و حقیقت، همچنان مسئله به شدت انسانی ما که مسئله دیدنه، دیدن یک هیومن کاندیشنه، این رو هی تخته میکنن و دوگانه های کنش غیر کنش، پسیو بودن، اکتیو بودن و قص الهازا رو به عنوان یک وضعیت نوستالژیکی که از دست رفته، چون سرمایه‌داری و با حضور رسانه‌اش سلطه کامل داره، هژمونی داره. خب و ما می‌دونیم که مسئله هژمونی مسئله‌ای که یه جوری هژمونی فقط سلطه نیست، هژمونی حکمرانی بر دلها هم هست. یعنی دل مصرف کننده با آن نوع از مصرف رفته و این سلطه کامله. در این وضعیت رانسی یه چیزی میگه، میگه که آقا ما باید این دوگانه های تصویر و حقیقت رو بزنیم که در آثار متفاوتی، سیاست، استتیکس، تماشاچی رهانیده شده یا رها شده، emancipated spectator، آموزگار نادان، یه مسئله میگه ما باید این رو بذاریم کنار و بیایم به باز توزیع امور محسوس، به باز توزیع نقش ها و پوزیشن ها بپردازیم و اسم این باز توزیع رو میذاره استتیک. تعریفی که رانسی از استتیک میده نمیشه به زیبایی شناسی ترجمه بشه. آنچه که او بهش میگه استتیک، این باز توزیع، ریدیستریبیوت کردن رول ها و نقش هاست. اما نقد این رو از کجا میگیره؟ میگه نقد این از سر افلاطون شروع میشه که تمایز قائل میشه بین تئاتر و رقص. میگه ما در تئاتر فقط یک بیننده پسیویم و در این حوزه بازنمایی رو میبینیم. بازنمایی چه چیزی؟ آنچه که داره زندگی رو بازنمایی میکنه و در بازنما کردن زندگی، خود زندگی رو داره از ما سلب میکنه، چون ما تماشاچی بازنمای زندگی میشه. اما در رقص ما دیگه تماشاچی نیستیم، ما کنشگریم، ما در اون میانیم، دیگه دوگانه مخاطب غیر مخاطب وجود نداره. رانسی اینا رو نقد میکنه و میگه بدبختی اعظم ما و تمام جنبش های هنری که در اواخر دهه 60 در قالب برنامه اعلام پایان تصاویر Program of End of Images از جمله Situations International ها ارائه میدادن، برنامه شکست خورده بود. اما خود رانسی راه حلی نمیده. خود رانسی میگه یک جمله رو از بودلر میگیره، میگه یک جنگلی از نشانه هاست که ما باید بریم در دل اون و شعر خودمون رو از دلش بسازیم، کامپوز بکنیم. تنها چیزی که لازم داریم یک ماجراجویی عقلانیه، یه اینتלקچوال ادونچره. خب خیلی جالبه، برای اینکه سوال اصلیه که بله آقای رانسی معلومه، ولی این خودش صورت مسئله است. در زمانی نظام تصاویر و نظام رسانه سلطه کامل گرفته، در زمانی که تولید سوژگی های روانی، تولید کالای مهمی به نام آیندگی سلطه کامل گرفته، به دست آوردن این ماجراجویی عقلانی به قول شما چجوری ممکنه؟ چجوری اینو به دست بیاریم؟ خب این حق رو اینو باید به امثال سیچویشن داد که حداقل اینها برای این استراتژی نوشتن، حداقل اینها کار دانشجویی کردن، حداقل اینها کار سازمانی کردن. حالا این اتفاق شکست خورد یا شکست نخورد یه بحث دیگه. من الان پیغامی گرفتم اینجا که 45 دقیقه رد کردم، پس یه بخشی از چیزایی که می‌خواستم بگم من باید حذف بکنم. فقط اینجوری بیام اینجا رو خلاصه بکنم که مسئله اصلی که حتی این سیچویشن به عنوان این دیگری مهمی که در نقد به اصطلاح سیاسی هنر در ایران وجود داره این بود که اینها هم قائل به این بودن که دیگر نمیشود گفت هنر سیاسی، دیگر نمیشود گفت هنری که سیاست ورزی خلاقانه میکنه. سیاست دومین خودشو داره، هنر دومین خودشو داره.
تعریف جدیدی از هنر باید ارائه کرد. تعریف جدید هنر برای سیچویشنیستا چی بود؟ که بازم این غلطه این چیزی که من دارم میگم، چون این لغت هنر لغلقه‌ای که میاد تو زبان من. خود کلمه سیچویشن این بزرگترین، به قول آگامبن، بزرگترین خطایی که میشه از این جنبش های هنری و یا سیاسی می 68 کرد، خوانش های زیبایی شناسانه از سیچویشنه. به عنوان یک لحظه استثنایی، یک گسست از وضعیت موجود که اینو ما بیایم به صورت استتیک ازش یک خوانش داشته باشیم. سیچویشن دقیقاً لحظه عدم تمایز پذیری زندگی و هنر. یعنی اگر هنر همواره کارش بازنمایی زندگی بوده و به قول دیبور در این بازنمایی زندگی وارد حوزه بازنمایی شده و از ما سلب شده و ما از ذات خود زندگیمون بیگانه شدیم، زندگی کنندمون بیگانه شدیم، سیچویشن نه لحظه هنری شدن زندگی شهری و نه لحظه زندگی وار شدن هنرورزی، هیچ کدوم از این دوتا نیست. این دقیقاً آن چیزی است که در نقد به اصطلاح رادیکال ایران من میشنومش. وقتی میگیم خلاقانه زیستن، یعنی زندگی را هنری کردن و هنر را به زندگی نزدیک کردن. سیچویشن دقیقاً لحظه عدم تمایز این دوتاست. یعنی دیگه نمیتونی بگی این زندگیه، نمیتونی بگی این هنره، هر دو دچار دگردیسی شدن. نقد به اصطلاح رادیکال ما چیکار میکنه؟ مثلا در خلال رخدادهای اجتماعی ما صبح از خواب پا میشیم میبینیم مداخله های در زندگی شهری صورت گرفته. اماکن عمومی، پابلیک اسپیس، مثلا حوضهای شهری پارسال در ایران مثلا صبح پا شدیم دیدیم غرق خونه. نقد به اصطلاح رادیکال سیاسی باز میره تصویر این رو برمی‌داره، ازش عکس میگیره. همین پوستری که من انتخاب کردم، یک دختریه که از اون تظاهرات و ماشینی که در می 68 چپ شده داره از اون عکاسی میکنه. تصویر اینو برمی‌داره میاره دوباره در نهادهای کوچکی به نام گالری، این رو میفروشه به اسم چی؟ که ببینید این سیاست ورزی خلاقانه است. حال این که آن کسی که رفته اون حوض رو غرق خون کرده یا خون آلود کرده، اصلا دیگه مسئلهش این نیستش که به این آیا بگیم هنر یا نگیم هنر. اون اصلا از من منتقد خیلی جلوتره و من دارم دوباره این رو برش میگردونم میارمش عقب در حوزه‌ای به نام نقد خلاقانه هنر. اما از این بخوام عبور بکنم، مهمترین چیزی که مشکلی که اینجا وجود داره اینه که دیبور کتاب جامعه نمایش رو در 1967 چاپ میکنه. خب خیلی از رفقانی رو خوندم. در 1988 21 سال بعد کتابی چاپ میکنه که به نوعی یک نوعی اپولوژیتیک بوکه، یه جوری داره توضیح میده که آقا چه اتفاقاتی تو این 20 سال افتاده، به نام نظراتی درباره جامعه نمایش، Comments on the Societies of Spectacle. این کمتر خونده شده. در اونجا دیبور یه حرف خیلی مهمی میزنه. اولا وقتی که میخونی میبینی آقا ما در یک بنبست محض وجود داریم با دیبور. میگه ما سه گونه از اسپکتکل داریم. اسپکتکل متمرکز که خودشو در قالب دیکتاتوری ها و زندگی ها و وضعیت های توتالیتر بلوک شرقی مثل روسیه سوویتی استالینیستی، مثل کشورهای بلوک شرق، در قالب حضور بدن تمامیت ساز پیشوا رهبر و غیره وجود داشت. میگه ما میتونستیم از زیر این در بریم. این رو میشد نقد کرد، چون به سادگی میتونستیم تفاوت خودمون با حوزه اسپکتکل رو بفهمیم. میگه اما ما در دل اواخر دهه 60 به اواسط دهه 70 که دقیقاً جنبش های جهان روا جاشون رو دادن به تکثرها و مالتیپلیسیتی های مثل جنبش هایی که مسئلهشون ریس بود، مسئلهشون هویت بود، مسئلهشون جندر بود و رساله هازا، که باز اون موقع 100 آب شسته تر از آنچه که بود امروز اتفاق افتاده در قالب سیاست هویت. میگه ما با یک پدیده مواجه هستیم به نام diffused اسپکتکل، اسپکتکل ادغام شده که در دموکراسی های غربی وجود داره و آدم حقوق بگیر، آدم کارمند، آدم موز بگیر تلقی خودش از آزادی رو میتونه در شکل‌های متکثری از مصرف و خرید کردن به صورت رمانتیک تجربه کنه و فکر کنه من آزادم. و میگه الانی که من دارم میگم 1988 میگه ما با چیزی سر کار داریم به نام integrated spectacle، اسپکتکل یک پارچه سازی شده.
که میگه این سلطه کامل رسانه است و میگه سلطه کامل رسانه یعنی جایگزین کردن مردم با کالایی به نام عقیده عمومی، پابلیک اپینین، تولید بیوقفه اخبار اساء. مهمترین اتفاق اینه که اساء چه چیزی داره تولید میشه و اساء چه خبر دیگه جاش رو میگیره و هیچ چیزی بیشتر از 24 ساعت، 48 ساعت، 72 ساعت عمر نداره و به این وضعیت بدن و کنش با فلفور بودن خبر جایگزین میشه. میگه از دل این هیچ برون رفتی وجود نداره. حالا من نقدم چیه؟ وضعیت ایران آیا یک اسپکتکل متمرکزه، یک اسپکتکل ادغام شده است، یا یک اسپکتکل یک پارچه است؟ ما در یک ملغمه به شدت پیچیده هستیم. یه پامون در اسپکتکل متمرکزه، وضعیت توتالیتریسم، یا حتی اگر نگیم توتالیتریسم میتونیم بگیم چون کاملا هم توتالیتر نیست، یه راههایی رو در پشتی‌های رو میذاره. و یک پای دیگه هم به واسطه سوشال نتورک، به واسطه اینستاگرام، به واسطه ریل، به واسطه تیک تاک و به واسطه آنچه که بهش میگیم زد جنریشن و مدیوم ها و تکنولوژی که داره توی اینتگریتد اسپکتکل. خب ما چجوری میتونیم همه این میزان پیچیدگی رو بذاریم کنار، فقط بیایم بگیم گالری های تجاری دارن نقاشی میفروشن، سیاست ورزی خلاقانه اگر میکردیم میتونستیم. آخه چطور ممکنه همچین چیزی؟ جورج آگامبن یه حرف خیلی مهمی میزنه، اونم اینه که ذات اسپکتکل زبانه. در نهایت ما اگر بخوایم اسپکتکل رو بچلونیم میتونیم به این نتیجه برسیم که اسپکتکل لنگویجه و ما نمیتوانیم برون رفتی داشته باشیم مگر اینکه رابطه به خصوصی برای برون رفت با زبان، با نظامهای دلالتی که فضاها و مکانهای شهری، هنری، غیره و بود و باشه زندگی روزمره ما رو تعریف میکنم بسازیم. من استراتژی که برای این برون رفت ارائه میکنم در کار خودم مفهومیه به نام اندیشه کنشگری. مفهوم اندیشه کنشگری برای من دقیقاً در امتداد بنبست سیاسیه که سیچویشنز اینترنشنال ها درش قرار گرفتن. یعنی یه تاریخیت داره، یک بافتار تاریخی داره، به عنوان یک استراتژی و به عنوان یک کانسپت سنت و هیستوریسیتی خودش رو داره. هیستوریسیتیش چیه؟ دقیقاً آنجایی است که پایان هنر اعلام میشه، سیچویشن تعریف میشه. ولی سیچویشن در دهه 80، آخر دهه 80 جنگ سرد اتفاق افتاده، انقلاب می 68 شکست خورده، سلطه کامل رسانه که تازه شباهتی به سلطه‌ای که امروز ما از رسانه داریم می‌بینیم، جایگزین شدن مردم با عقیده عمومی، با سلبریتی و قص الهازا نداره. تازه در امتداد این اگر اون حرف آگامبن رو بگیریم که اسپکتیکل زبانه و ما هیچ راه برون رفتی نداریم مگر اینکه حداقل بتونیم نظام‌های زبانی و دیسکورسی حاکم بر زندگی روزمره رو بریزیم به هم، این شاید برای ما گسسته ایجاد بکنه. اندیشه کنشگری برای من یک روی کردی به این معنی شناخت شناسانه نیست، هستی شناسانه است، اونتولوژیک و استراتژیک به مقوله زبان و دیدنه. چرا؟ چون در ذیل نظام‌های سرمایه‌داری تولید تصویر دیدن چیزی جز گفتن یا مورد خطاب قرار گرفتن نیست. ما آنچه را هم که داریم میبینیم از سائه در انقیاد یک سری نظام‌های زبانی، مفهومی، زیبایی شناسی و تعاریف به شدت زبانی در اومده که مدام داره دیدن ما رو خطاب قرار میده. اندیشه کنشگری سعی میکنه یک رابطه متناقض بین نظام زبانی و حوزه ویژن تعریف بکنه. یعنی به جای اینکه یک سره بگیم آقا دیدن اشتباه است، هرچه بیشتر ببینی کمتر زندگی کردی، مسئله اندیشه کنشگری شکل دادن به تعریفی شامل و در برگیرنده برای دو تا مقوله است: کنش و اندیشه. به این معنا که کنش کردن مشروط به رخ دادن اندیشه و اندیشیدن تنها و تنها مشروط به کنش کردن. خب لازم به توجهه که اینجا من میتونم شیر سکرین بکنم. این خیلی مهمه که ما به این توجه بکنیم که این ساختار خط پیوند
بین اندیشه و کنشگری، ساختار هایفن مؤید رابطه بین این دوست که حاکی از یه منطق و نیست، اندیشه و کنشگری نیست، یعنی یک به علاوه یک نیست. در ساختار و ما با یک نوعی از کامبینیشن یا ترکیب سر کار داریم که مؤلفه هایی که در ترکیب قرار میگیرن ما هم دیگه ادغام میشن. اما در ساختار خط پیوند یا یه hyphenated structure، مؤلفه ها با هم دیگه فقط کانجانکچر دارن، با هم دیگه اتصال میشن. یعنی ما در اینجا با دو تا یک اندیشه کردن و کنش کردن سر و کار نداریم، ما با اندیشه کنش کردن سر و کار داریم. یعنی اینجا دو تا یک نیستن، یه یکه که دوه، یعنی اینطوری بخوام بگم میشه یک مساوی دو. پس در اندیشه کنشگری شکلی از اندیشیدن و کنش کردن نیست، شکلی از اندیشه کنش کردن. یعنی اندیشه و کنش یه تورژن، یه پیچ خوردگی از هم دیگه میشه. خب با اینکه مسئله اندیشه کنشگری مسئله این ساختار اتصالیه، اما ما نمیتونیم راجع به اندیشه کنشگری حرف بزنیم بدون اینکه المان‌های برسازنده این دوتا رو یه مرور تاریخی بکنیم. اندیشه و کنش کردن، من به صورت خیلی گذرا بخوام بگم، خیلی خوب، ما انقلاب روشنگری رو داریم که مهمترین مسئلهش خرد ناب، دوگانه سازی و جدا کردن اندیشه و کنشه. شما باید عقلانی بیاندیشی و بر اساس اندیشه عقلانی عمل بکنی. پس اندیشه اولویت داره، پیر ریزن، خرد ناب اولویت داره. و دلش هم دیدیم خوب چی در اومده دیگه، مفاهیم مثل عقل سلیم، دو تا جنگ جهانی هم از توی این دل روشنگری هم در اومد. یعنی من نمیدونم روشنگری چجوری میتونه توضیح بده. اما مهمترین دیسکورسی که ما میتونیم بهش ارجاع بدیم که نزدیک شده به این خوانش از رابطه متناقض و وحدت بخش اندیشه و کنش، در اتفاقا همون زمانی که اتفاقاتی مثل سیچویشنز اینترنشنال ها و انقلاب های می 68 فرانسه رخ میداد و اونم مائویسمه. ما میدونیم که در اواخر دهه 60 در فرانسه فلسفه فرانسوی و اروپای غربی یهو یک شوق و ذوق عجیب پیدا کرد برای مائویسم. چرا؟ و به صورت هم از روش گذشت. برای این بود که مسئلهش این بود که چطور بتونه پیوند ایجاد بکنه بین مسئله زندگی روزمره everyday lived experience و یعنی پدیدارشناسی ژان پل سارتری و مسئله لاجیک ساختارگرایی. اینو در مائویسم پیدا میکرد. مسئله برای در کدوم تز ما در مسئله تز کانترادیکشن، تضاد ما، که درش ماکسیم پرپچوال پرکتیس یا عملگرایی دائمی رو میده. خب ما میدونیم که در این تئوری تضاد ما مسئله خیلی پیچیده‌تر از اینه که لغو فلسفه به صرفه عملگرای محض. نه، اساسا این مسئله ارائه نظریه جدیدی برای شرکت داشتن، پارتیسیپیشن رو سعی میکرد ارائه بده که دیگه اون دوگانه و جدایی بین سیاست و فلسفه رو بتونه حل بکنه. یعنی در این نظریه من اینجاست که میگم چیزی به اسم فلسفه سیاسی پس نمیتونه وجود داشته باشه. چرا؟ چون نه تنها مشارکت سیاسی یک تمرین اجباری برای فیلسوفه، بلکه المان برسازنده فلسفه است. یعنی انگار بدون مشارکت سیاسی فلسفه نمیتواند وجود داشته باشه. پس وقتی ما بگیم فلسفه سیاسی، این یه تناقضه، همچنان داریم در رو باز میذاریم برای فلسفه غیر سیاسی. به این معنا در نظریاتی که ما میده که آقا این زیربنا روبنا، زیربنای اقتصادی، اولویت اقتصاد سیاسی، روبنای ایدئولوژیک، روبنای فرهنگی، اینا خیلی وقتا از همدیگه جدا میشن. بعضی وقتا تضاد اصلی دیگه در اقتصاد سیاسی نیست، با اینکه اقتصاد سیاسی مهمه، اما تضاد اصلی بعضی وقتا در وضعیت فرهنگی. خب ما انقلاب فرهنگی چین رو داشتیم. بعضی وقتا تضاد اصلی در مسئله ریس، در مسئله نژاد، در مسئله جغرافیایی. این مشخصه دقیقاً در اتفاقای می 68 به شدت جذاب بود برای عملکردهای که پروگرام هایی که خودشون در قالب مثلا انقلاب در عملکردهای دلالتگرانه نشون دادن، انقلاب کردن علیه زمان. اما مسئله این بود که خب این رویکرد اساسا در تقابل با دو تا نهله فکری قرار میگرفت. یکی پس ساختارگرایی، یکی مکتب فرانکفورت. برای اینکه خب مکتب فرانکفورت همیشه اولویت رو به رویکردهای شناخت-شناسانه گفت تا زمانی که بمب دست فاشیسته ما علیه باید برگردیم بریم تو دانشگاه و فکر بکنیم و دیگه از دانشگاه بیرون نیومدن و ما همچنان در اون وضعیت توی دانشگاه مونده هستیم. یعنی این دوگانه کنش و اندیشه جاشو داد
حالا از کنش صرف مائویستی که اصلا کنش صرف نبود، یک مسئله به شدت پیچیده‌ای بود، جاشو داد به اندیشه صرف. تلقی غلط از این تز مائویستی این بود که مسئله مرکزیت عمل و پیرامونی بودن نظریه اینجوری ارائه میشد که تو گویی اصلا به محض اینکه از مائویسم حرف بزنی انگار داری توبره اندیشه فلسفی رو یه بار برای همیشه جمع میکنی. اما مسئله واقعیت این بود که چجوری میشه وحدت متناقض تئوری و پرکتیس رو، نظری و عمل رو در یک جا نگه داشت. معروف ترین نقل قولی که از ما میشد این بود که مارکسیسم با هزار چهره و صورت است، اما در تحلیل نهایی به یک جمله ختم میشه: قیام علیه ارتجاع حق است. خب این قیام علیه ارتجاع حق است چی رو به ما میگه؟ یک هم ارزی، یک اکویوالنس داره تولید میکنه بین پرکتیس، قیام، و جایگاه ایده بر حق، بین ارتجاع و آن چیزی که تئوری قیام کردن علیهش رو توجیه میکنه. یعنی میبینید ما با یک دوگانه به شدت متناقض ولی وحدت بخش تئوری و عمل اینجا سر کار داریم. یعنی اون چیزی که تئوری رو به عملگرای اینجا متصل میکنه خودش شرط درونی برساخت تئوریه. حالا اگه ما بخوایم اینو بر اساس دوگانه اندیشه و کنش بخونیم چجوری باید بخونیم؟ اینطوری میشه که آنچه که اندیشیدن رو به کنش متصل میکنه، آن چیزی که گفتمان یا دیسکورس رو به عمل ورزی متصل میکنه، خودش شرط درونی اندیشه است. این خیلی شبیه چیه؟ شبیه منطق سایکوآنالیسیس لکانیه. ما میدونیم شما وقتی در جلسه روانکاوی میری به عنوان تحلیل شونده، انالیسند، تحلیلگر کارش چیه؟ شما حرف میزنی، خوابتو تعریف میکنی، میگی دیشب خواب دیدم داشتم راه میرفتم، بعد یهو تبدیل شدم به یه توت فرنگی، بعد اون توت فرنگی خودم نبودم اما پدرم بود، و این نظام‌های نمادین ارائه میدی، سیمبولایز میکنی. تحلیلگر کارش اینه که هی علیه نظام نمادین تو سوال بپرسه، امر نمادین تو هی بریزه به هم، کانتر سیمبولایز بکنه. در این جدال بین نماد و کانتستی که علیه نماد صورت میگیره، احتمال این که گفته یهو این وسط بپره بیرون که نزدیک بشه به امر واقع که نه تحلیلگر بهش واقف بوده نه تحلیل شونده بهش واقف بوده، میره بالا. هنر و اندیشه کنشگری که من تعریفی که از هنر میدم دقیقاً یک رابطه به خصوصی با عمل کردنه که از سائه استفاده های زبانی میکنه، در درون فضا مداخله های زبانی میکنه که بتونه نظام نمادین فضا رو مدام کانتر سیمبولایز بکنه. به این معنی اگر بخوایم مثلا براش گزاره درست بکنیم میشه گفت من فکر میکنم، عمل میکنم، پس هستم، میشوم. یعنی به جای اینکه بگیم I think therefore I am، میشه I think act therefore I am become، مثلا یه همچی چیزی. خب ما اگر بخوایم بریم یه ذره جلوتر، اندیشه کنشگری مسئله زبان رو به صورت مادیت عملیاتی فرم در نظر میگیره. یعنی ما به جای اینکه بگیم هنر مرده است، دیدن تمام است، فقط سیاست ورزی خلاقانه وجود داره، من نتونیم تعریف جدیدی از فرم بدیم، به نظرم راه برون رفتی نداریم. فرم چیه؟ اگر ما قائل باشیم که آن چیزی که ما بهش میگیم واقعیت از سائه در ذیل سلطه بلا منازع یک نظام زبانیه. چرا نظام زبانی مهمه؟ ما پارسال دیدیم وقتی میگه زن زندگی آزادی، اون بعد میاد داد میزنه میگه مرد میهن آبادی، داره چیکار میکنه؟ میخواد این نظام زبانی رو دوباره بکشونه برگردونه در ذیل یک سلطه نمادین نظم دیگه، چون میدونه که این وقتی اون میگه مرد بر ستمگر مفاعلون فعولون، مثلا دومشو بعد وزن عروضیشو بگم، و اون طرف مقابل نیروی ارتجاع مدام میخواد این نظم زبانی رو برگردونه، برای اینکه میدونه این زبان اگر همه‌گیر بشه، رابطه واقعیتی رو که اون وقت قراره بازنمایی بکنه میره دیسکورس رو عوض میکنه. ما از هایدگر اینو خیلی خوب یاد گرفتیم که زبان دیسکورسیه که به صدا در میاد. پس اول دیسکورس وجود داره، زبان مشروعیتش رو از دیسکورس میگیره. انقلاب کجاست؟ انقلاب اونجایی که شما زبانی استفاده میکنی که دیسکورس قبولش نداره، زبانی استفاده میکنی که گفتمان هنری مستقل قبولش نداره، و اگر همه گیر بشه پارادایم عوض میشه. خب اندیشه کنشگری مسئله اصلی براش اینه که میگه تنها حالتی که اندیشه ممکنه شبیه به این وضعیت روانکاوانه سایکوآنالیتیکه. شما در یک استفاده به خصوصی و به کار بردن پروتکل ابسترکشن منتظر سازی به خصوص
و اون همینه که بتونی نظام‌های دیداری رو چه در قالب هنرمند، به اصطلاح هنرمند در گیومه، چه در قالب بیننده که بعدا من اسم هر دو اینا رو میکنم، ملاقات کننده، بتونی نظام زبانی رو، یک نظامی رو درست بکنی که رابطه اقتصاد زبانی و اقتصاد دیدمانی اینا با هم دیگه نابسامانه. شما خودکاری رو فرض کن بذاری روی یه ستون سفید در گالری، ولی اسمشو بذاری مادرم یادت بخیر. خب خیلی چیز مسخره میدونم، اما اقتصاد زبانی این با نظام زبانی اپتیکال این ابژه، اینا با هم دیگه ربطی به هم پیدا نمیکنه. از سایه یک چیزی این وسط داره منتظر میشه. اگر این انتزاع صورت بگیره، این عیناً نعل بتاق در حوزه سیاست هم اتفاق میفته. وقتی ما میگیم زن دقیقاً میشه آنتیتز آن چیزی که از زندگی سلب شده دیگه. هم اقتصاد سیاسیه، هم رفاهه، هم سلطه دولت بر بدن، همه اینها رو در درون خودش داره دیگه. این زبانه شوخی نیست، این زبانه بنیاد وضعیت مادی واقعیت و اسپیس رو و تولید فضا رو، و اون چیزی که در اول گفتم باز تولید روابط تولید فضا رو از بیخ میترکونتش. برای همینه که 1000 تا صاحب داره، 1000 تا صاحب منبر داره که میگن نه حق نداره اینو بگی. باید بریم بشیم مثلا پرویز ثابتی گوش کنیم اون تعریف ما بده ازم که چی، و حالا مثالهای به شدت متکثر. ما میدونیم که هر وضعیتی، هر جهانی، هر سیچویشنی توسط امر استعلاییش داره کنترل میشه. امر استعلایی، استدلال من در کار فلسفی میده که امر استعلایی همون دیسکورسه، یعنی ترانسندنتال یک وضعیت همون دیسکورسه. پس اندیشه کنشگر کسیه که یک، میدونه برای اینکه بتونه فرم ایجاد بکنه، یعنی ترکیب بندی جدید از واقعیت بده. پس من تعریفی که از هنر میدم، میگم تبدیل کردن اطلاعات به فرم جدید. فرم چیه؟ ریکانفیگور کردن، ترکیب بندی واقعیت رو بریزی به هم. حالا این میخواد واقعیت مسلط دیسکورس و عملکردهای هنری در درون گالری ها باشن، یا میخواد واقعیت دیسکورس یا عملکردهای سیاسی در حوزه و سپهر زندگی شهری و زندگی دولت ملتی باشه، رابطه دولت ملت باشه. اگر بتونه این پروتکل و ابسترکشن رو ارائه بده، وضعیت ملاقات پذیر میشه. من اسم پراکسیس اندیشه کنشگری رو سابجکت فیگوری که بدن سوژه‌ای که میتونه این عمل رو در وضعیت انجام بده ملاقات کننده میذارم. چرا ملاقات کننده؟ من اصلا بقیه نوشته‌ها بذارم کنار. برای اینکه ما میدونیم که گفتیم مخاطب که کارش شنیدن کلام خداست، داره خطاب قرار میگیره. تماشاچی بودن که انقدر اشباع شده و نقدی که برایش به درستی در دهه 60 توسط سیچویشنز اینترنشنال ها ارائه میشد، به یک بنبست خورد. ملاقات کننده یا ویزیتور، من اصلا معتقد نیستم که این کلمات این میزان حقیقت رو در بر دارن. نه، این کلمات هنوز اونقدر اونقدر ابیوس نشدن، میزانی از جدید بودن رو دارن که میشه بار جدید نظری رو روشون سوار کرد. ملاقات کننده یا ویزیتور کسیه که سکولاره. به چه معنا؟ مسئله برای ملاقات کننده مرتبه نیتمندی هنرمند نیست و نباید باشه. به این معنا ملاقات کننده فیگوریه که باید تربیت بشه، یه فیگور انقلابیه. ملاقات کننده یه هیومن کاندیشن نیست، یعنی باید یاد بگیرد، بشنود، بخواند، بنویسد که بگوید من اگر میروم ابژه‌ای میبینم که به اصطلاح بهش میگن اثر هنری، هیچ گونه اهمیتی برای من نداره که مرتبه نیتمندی هنرمند پشتش چی بوده. اگر ابژه ملاقات پذیری باشه، یعنی چی؟ یعنی پروتکل اف ابسترکشنش رعایت شده باشه، میزانی از تضاد ناهمسانی بین اقتصاد دیداری و اقتصاد زبانی در قالب عناوینی که اون اثر داره داشته باشه، من شعر خودم ازش میسازم. به این معنا با این هنر نمیشه رفع انقلاب کرد. من همیشه گفتم هنرمند برای خودش و رفقاش هنر میسازه. چرا؟ چون هنر یک مود آف تینکینگه، برخلاف آن چیزی که ما میبینیم در جهان پر از هنرهای دلوزی، افکت، تاثیرات، قارچ، کپک زدن. میگم هنر که مسئلهش اندیشه نیست، هنر مسئلهش سنسیشنه. من اسم اینو میذارم سنسوری الیبای، فرار کردن توسط امور محسوس. در صورتی که ما وقتی میخوایم تأثیرات عاطفی خودمون رو هم به خودمون توضیح بدیم،
که من چرا این گونه حس میکنم. از سایه در یک نظم زبانی قرار میگیریم. از سایه تنها مدیوممون زبانه. ملاقات کننده مسئلهش اینه که سگانه کلاسیک هنرمند، اثر هنری بیننده رو با یک سگانه ملاقات کننده، ابژه ملاقات کننده جایگزین میکنه. در این سگانه جدید آن چیزی که حالا اسمش نقاشیه، آن چیزی که اسمش مجسمه است، آن چیزی که اسمش دیوارنگاری زیبایی شناسی، زیبایی سازی شهریه، آن چیزی که اسمش حوزه هنری دولتیه، تمام اینها برای او هیچ نباید باشن جز ابژه. دیگه مسئله اینجا دیگه ابژه هنری نیست. دو سوی این اقتصاد به ملاقات همدیگه نمیدن. شما در استودیوی خودت داری کار میکنی، در درگیری به خصوصی با مواد کاری دوچار تصادفات و پیشایندی ها و کانتینجنسی ها میشی که احتمال بروز نوع به خصوصی از اندیشه برات به عنوان به اصطلاح هنرمند پیش میاد، که اگر این کارا رو نمیکردی با اندیشه عقل سلیم و خرد ورزی سلیم نمیتونستی به اون اندیشه برسی. این میشه ملاقاتی که خود به اصطلاح هنرمند با وجود داره. آن سوی دیگر این اقتصاد، کسی که به دیدار اون ابژه میره، مسئلهش مرتبه نیتمندی هنرمند نباید باشه. مسئلهش باید این باشه که احتمال چگونه ملاقاتی و برهم زدن نظام زبانی از آنچه که میبینه و اقتصاد زبانی دور و برش وجود داره رو داره و با اون گزاره زبانی خودش رو بسازه و فردا بره تو خیابون بگه شاه لباس نداره. این دقیقاً در امتداد سنت وارونه سازیه که مثلا سیچویشنیستا بهش گفتن دی تورنمان، ولی اینجا مسئله اصلی برهم زدن نظام دیداری زبانیه. به این معنا حرف آخرم رو بزنم. تعریفی که از هنر می شود اینجا ارائه داد اینه که به جای اینکه بگیم هنر چیست، اگر بخوایم بگیم آن چیست که هنر باید آن باشد، عبارت این سینتگم work of art که ترجمه شده به کار هنری به شدت گنگی. به قول آقامبر هم میپردازه ولی راه برون رفتی طبق معمول نمیده. میگه که خب ما اینو چجوری باید بخونیم؟ ما سینتگم work of art رو باید ابجکتیو بخونیم یا سابجکتیو بخونیم؟ اگر بخوایم ابجکتیو بخونیم، سابجکتیو بخونیمش، ذهنی بخونیمش، تو گویی که کار work توسط هنر داره تولید میشه و work متعلق به هنره، کار متعلق به هنره، یعنی هنر چیزیه که کار تولید میکنه. اون نقاشیه، اون مجسمه. میگه آه رفتم هنر دیدم. اگه بخوام ابجکتیو بخونیمش، هنر وابسته به کار میشه و معنا و هویت خودش رو از کار میگیره، یعنی دیگه هنر در اون ابژه نیست. ملاقات کننده بحثش اینه که هنر نه درون ابژه است، نه درون اونیه که در ابژه رو میبینه. هنر فقط در یک تضاد بین امر نمادین و زبانی ابژه ها و امکانات خلاقانه ملاقات کننده در یک سنتزی بیرون این دوتا میتونه قرار بگیره، در شکلی از اندیشه که اون اندیشه نه اندیشه است نه کنشه، اندیشه کنشه. اون شکل از اندیشه وقتی وارد سیاست میشه، یعنی در سپهر سیاسی شکل میگیره، از سایه ما بهش میگیم آقا رخداد سیاسی و امکان سوژه شدن وجود داره. یعنی خب دیروز سالگرد چیز دیگه، ویدا موحده دیگه. اون لحظه چیه؟ اون لحظه که یک نظام زبانی داره میریزه به هم و امکان سوژه شدن من با اون نظام دیداری زبانی که داره به هم ریخته میشه دیگه. اونجا من سوژگی نیستم، سابجکتیویتی نیستم. من یا باید پاش وایسم و سوژه بشم و هزینه‌اش رو بدم، حتی من بیننده ها، و در راستای اون سوژه شدن تکوین فرم‌های تاریخی و جنبش‌ها رو ببینیم و اونجا گزاره زبانی بالاخره از دلش در میاد که در منطقه، در حوزه غرب کشور، در حوزه مبارزات و جنبش‌هایی که در روژاوا بوده، نظریه‌های بوکچین، در یک گزاره پردیکیتی به نام زن زندگی آزاد خودش رو ارائه میده. ولی ما میبینیم در سلطه کامل رسانه من باید تاوان چی رو بدم؟ تاوان بنبست سیاسی رو بدم که در اون بنبست سیاسی اگر علی کریمی یه توییت بزنه بگه مرد میهن آبادی، حالا باید یک جماعتی بیان جمعش بکنه. حالا یک جماعتی باید بیان، اگر اون بگه وکالت میدهم، حالا باید یک جماعتی بده، چون از سایه کالا تولید میکنه. سلطه محض رسانه است. پس امروزه نقد هنری نمیتونه زدن 4 تا گالری کامرشیال، 4 تا نقاشی،
4 تا هنر تجاری. چرا هنر تجاری، چرا گالری ها کار میفروشن، چرا نفروشن، باید بفروشن. اصلا مسئله انقلاب اون نبوده. یه جا رو به من نشون بدین که گالری ها جلوی انقلاب رو گرفتن. انقلاب شکست خورد اگه این گالری ها نقاشی نمیفروختن. اینو باید بگین، نمیتونین نگینش، نمیتونین نگین، دارین تخته میکنین. در یک وضعیت آریستوکراتیک نوستالژیک با دیگری از دست رفته به نام می 68 دارین فقط تخته میکنین، خودتون و منتون رو از یک مای جدا میکنین که این ما انقدر احمقه که نمیفهمه که اگر هنر تجاری رو بذاره کنار، انقلاب فردا رخ داد. ببخشید خیلی طولانی شد، من میدونم از زمانبندی اصلی زدم بیرون، ولی امیدوارم که سرتون درد نکنه. مرسی علی جان، دست در نکنه. نه نیم ساعت هم نشده تا 23 دقیقه است، یعنی زمانبندیه همچنان سر جاشه. ممنون از تا که خیلی عالی. دوست دارم آردی این رکوردینگش رو چند بار گوش بدم، چون خیلی پیچیدگی داره صحبتایی که میکنی و اینکه برای اصلا فهم آرگومنتی که داری که به نظرم خیلی جذابه حقیقتا، و بابت همین هم بود اصلا دوست داشتم که داشته باشیم و صحبت کنی برامون. ببین من حقیقتا 3 تا سوال دارم. الان ترجیح میدم از سومی شروع کنم که هم به نظر مهمترینشونه و همین که در ارتباط با حرفت هستش با شرایط الان ایران، و اینکه بعدش ببینم اگه سوالی بچه ها نداشتن بتونم سوال بعدی رو بپرسم. سوال من در رابطه با اهمیت خلق فضای مستقله، حالا چه توی فضای تجسمی چه توی مموری، که نمیتوان آن را لزوما در امتداد فضاهای استبلش دسته‌بندی کرد. یعنی حالا تو ایران ما شاهد به وجود اومدن یه سری فضایی هستیم که به اصطلاح مستقلن، ولی میبینی که آدمایی که دارن رانش میکنن همون آدمایی هستن که توی فضا استبلش هنر تجسمی وجود دارن. توجه، یه جور اکستنشن همون فضا هست، فقط انگار داره قلمرو گشایی میکنه اون فضا استبلش. فضاهایی که به دنبال به وجود آوردن روابط جدیدی هستند. و شاید بتونید در اینجا درباره دوگانه هنر رسمی و غیر رسمی هم یه صحبتی بکنی. حالا هنر رسمی به همون اصطلاحی که تعریف میشه توسط یکی از منتقدین ایرانی به عنوان چیزی که در چنین فضایی تثبیت شده ای میاد به نمایش در میاد، و هنر غیر رسمی که حالا مرتبط به این لزوما به این فضای استبلش هم نیستش. حالا سوال من اینه که اساسا به همچین دوگانه معتقد هستی یا نه؟ خیلی ممنون از سوال. سوال 2 تا بخش داره. بخش اولش اهمیت فضاهای مستقل نظر من راجعش چیه، بستگی داره بگیم اهمیتش در راستای چه چیزی، چون در یک راستاهای اهمیت داره، در یک راستاهای خیلی اهمیت نداره. اگر از مسئله‌ای که نقد هنر سیاسی در گیومه برای خودش میگه که مسئله انقلابه، چون بخوام بگیم به نظر من خیلی اهمیتی نداره فضاهای مستقل به این معنایی که ما داریم صحبتش میکنیم، اما در راستای تولید امکانات و موقعیت خلق شکل‌های متفاوتی از عملکردهای هنری که اصلا در نظام اقتصادی گالری‌های مستقر امکان پذیر نیست، دلیلی نداره گالری بشه، مهمترین اهمیت داره. حالا این که در یک اقتصاد پیچیده‌ای، ما همواره میگم از دل بزرگترین و پیچیده‌ترین شکل‌های اقتصادی در این مملکت مثلا یه بنگاه در میاد بیرون، و ما میدونیم بنگاه یه فرم اقتصاد سیاسی دولت رفاهیه و کسی هیچ ارتباطی نداره بنگاه خصوصی. anyway، از این نظرها فضای مستقل خیلی اهمیت داره و من فضای مستقل رو میشناسم، یعنی دارم میبینم که بچه‌ها کار میکنن و فیگورهای مستقلی کار کردن. یعنی اصلا اینطوری نیستش. خیلی اتفاقات درخشانی به نظر من در عملکردهای هنری یکی دو دهه گذشته به نظر من اتفاق افتاده. فضاهای مستقل هم تا جایی که بتونه از نظر اقتصادی بقا داشته باشن، ولی مسئلهشون نوعی از آیندگی که ما چجوری از این مستقل بودن خودمون به یک نهاد بزرگی که به اسم اینستیتوشن مستقل تبدیل نشیم، چون اون لحظه نابودیشه، اون لحظه که از بین میره. جایی که میتونه بگه من میخوام مستقل بمونم برای اینکه میخوام عملکردهای متفاوتی رو بدم که اقتصاد هنر بر نمیتابتش، حقم داره، اهمیتی باش نداره. سرمایه است، میخواد سرمایه نمادین باشه، میخواد سرمایه فرهنگی باشه، میخواد پول. سرمایه اگر لغت سرمایه رو کار می‌کنیم آخر روز به شکلی از پول تبدیل میشه.
فضای مستقل مسئلهش اینه که میگه من نمیخوام انباشت سرمایه. فضای مستقل فضایی که میگه من میخوام تجربه بکنم و این تجربه کردن خروجیش میتونه وارد زندگی شهری بشه، وارد فضای شهری بشه و به نظرم از این منظر خیلی اهمیت داره. حالا میشه استفاد از خیلی از این فضای مستقل، ولی این دوگانه هنر رسمی هنر غیر رسمی که البته برای اینکه غیبت نشه ما باید اینجا بیاریم. کسی پوریا جهانشاد از این خیلی صحبت میکنه، چون گاسیپ که نمیخوایم بکنیم، داریم همینه. ببین شما وقتی دیسکورس تولید میکنی خوبیش حداقل اینه که خودتو نقد پذیر میکنی. من میتونم بیام یه چیزی بگم، یه چیزی که کسی فردا میتونه بیاد منو نقد بکنه و اینجوری فرم تکوین میشه. خب من اصلا موافق نیستم با این دوگانه هنر رسمی غیر رسمی و فکر میکنم به تفصیل توی مقدمه صحبتم توضیح دادم. همچنان وقتی میگی هنر رسمی هنر غیر رسمی، در پارادایمی هستی که نمیتونی تعریف جدیدی از هنر بدی. نقیص این پارادوکس، نقیص این تناقض خود تاریخ هنره. مثالشو زدم. سورئالیستا چرا نیومدن بگن هنر سورئالیستی؟ چرا نیومدن بگن هنر دادایستی یا هنر سیچویشنیستی؟ بابا این بنده خدایی که دارین صبح تا شب بهش ارجاع میدین، اگر بخونیمش گیدی بورد داره میگه دیگه نباید بگین هنر، باید بگین سیچویشن. و منظور داره از این، با اینکه من منتقدشم به احساس کنم یه بنبست تاریخی، ولی واقعا یک پشتوانه فلسفی نظری و هنری مهم اون پشته که میگه اگر بگی هنر صفتی رو یه گزاره هویتی رو بهش اضافه بکنی، همچنان داری چیکار میکنی؟ همون میشه که آخر روز کار دی میشه که بری هنر رو، سیاست رو، کارش رو با تصویر سیاست تاخت بزنی، هی بری عکسش رو بکشی برگردون بیای توی گالری بگی این حوزه رو ببینیم قرمز شده بود، این اونیه که منظور منه. در صورتی که اونی که قرمز کرده از من منتقد 1000 سال نوری جلوتره، چون اون مسئلهش دیگه این نیستش که به این بگین زندگی یا به این بگین هنر. اون داره به قول خودش یا به قول شما وضعیت میسازه. پس این هنر رسمی هنر غیر رسمی با اینکه من میفهمم منظور چیه، به نظر من یک بنیاد تناقض تئوریک بنیادین داره. اونم اینه که نمیتونه آن کاری رو که سیچویشنیستا کردن رو بکنه. اونا برای خودشون تعریفی جدید ارائه دادن، گفتن سیچویشن لحظه نقطه عدم تمایز پذیری زندگی از هنر، نه زیبایی شناسانه شدن زندگی، نه اینکه هی بریم با بگیم رانسیه گفته استتیکس اند پالیتیکس و میگه استتیکس آقای رانسیه چیه؟ میگه باز توزیع امور محسوس و رول ها و پوزیشن ها. چطوری باید این کارو بکنیم؟ به خدا کاری نداره، یک ماجراجویی عقلانی میخواد. خب این که خود صورت مسئله است. از این نظر من به این دوگانه معتقد نیستم. به نظر من این دوگانه برای اینکه بخواد راه برون رفت پیدا بکنه، البته تناقضات زبانی گسترده‌ای داره، بعضی وقتا از ابداع هنر حرف میزنه، این به نظر من چیز بهتریه تا دوگانه هنر رسمی هنر غیر رسمی. باید بتونه تعریف و مانیفستی از هنر بده و پاش وایسه، یعنی بگه من هنرم یا من آن چیزی هم که هنر را جایگزین کردم. و دیگه اصلا بگه اون چیزی که شما بهش میگین هنر تجاری اصلا هنر نیست. بگی اینو جدا یه اقتصاده، ابژه های سنسیبلن، ابژه هایی که امور محسوس تولید میکنن. اینو اقتصاده، یکی شلوار میپوشه یکی نقاشی میپوشه، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ ما باید کار خودمون رو بکنیم. ما که نمیتونیم انقلاب نکنیم بگیم چون اون داره نقاشی میفروشه. آخه امیدوارم جواب داده بشه. علی جان ببین در ارتباط با حالا صحبتی که کردی و رابطهش با رابطه تصویر مسیحایی که ازش حرف زدی و مکتب فرانکفورت، سوال من اینجا هستش که به نظر میرسه یه رابطه بین حرفهای شما هست و نظریه انتقادی مدرسه فرانکفورت. روی کردی که خود هورکهایمر در مقالش عنوان نظریه انتقادی و نظریه سنتی اون رو در برابر نگاه، در واقع این نظریه انتقادی رو در برابر نگاه نظریه سنتی قرار میده. نظریه‌ای که نظم اجتماعی موجود رو یک پیش‌فرض در نظر میگیره، یک نگاه پوزیتیویستی که قراردادهای موجود اجتماعی رو همانند قوانین طبیعی در نظر میگیره و تنها به شرح اون میپردازه. این در حالیه که نگاه شما به گونه‌ای در نقد نظریه انتقادی فرانکفورتی است، چون که اونها هم در پس رخداد اجتماعی به دنبال یافته چیزی مشابه همون کلام قایی خداوند، حالا یا سرمایه‌داری، حالا یا میشه گفت ایدئولوژی بوده. درباره این هم میتونید صحبت کنیم. صداقته میوتی علی جان.
ببخشید. این خب خیلی سوال پیچیده و جواب دادن بهش کانتکست لازم داره. البته من شاید موافق نباشم که بگم مکتب فرانکفورت مسئلهش یک نوعی از پوزیتیویسمه. واقعا این به نظرم انصاف نیست که این آدم راجع به مکتب فرانکفورت بگه، اما مسئلهش اپیستمولوژیه، مسئلهش شناخت شناسیه، مسئلهش اونتولوژی نیست، یا مسئله اصلیش تضاد اصلی رو اونتولوژیک نمیبینه. مسئلهش با اهمیت داد، مسئلهش دیسکورسه، یعنی در این دوگانه تاریخی که محصول روشنگریه، با اینکه نقد مفصل میکنه در دیالکتیک روشنگری این دوگانه اندیشیدن و عمل کردن رو نقد میکنه، اما مسئلهش نوع دیگری اندیشیدن، بهتر اندیشیدن و دیسکورس گفتمانی متفاوت تولید کردن، همونی که من در طی صحبتم گفتم برگردیم توی دانشگاه و فکر کنیم اپیستم جدید رو باید ما بتونیم تولید بکنیم. از این منظر پوزیتیویستی نیست، ولی از این منظر مسئلهش همش دیسکورسه، در صورتی که بنبست تاریخی اینه که تو همون مسئله‌ای که ما تا یه حدودی برای خودش تونسته بود حل بکنیم که چطوری میشود مرکزیت اندیشه رو در سیاست ورزی توده‌ای حفظ کرد. یعنی بشه عملکرد توده‌ای داشت، حالا داریم راجع به دهه 60 حرف می‌زنیم، نه، اما همچنان سنترالیتی فلسفه توش وجود داشته باشه و اون راه برون رفتی که ازش میداد این وحدت متناقض اندیشه و عمل بود. یعنی چی بود؟ بحثی که میداد، لنین همینو میده، هگلی هم هست خیلی، که اگر قرار باشه نالج یا دانشی تولید بشه، سرآغاز تولید این دانش باید پرکتیس باشه. یعنی باشه practice knowledge practice، یعنی شما عمل میکنید، به فرمی از آگاهی میرسی که محصول تضادهای عمله، اون فرمی از آگاهی باید صورتبندی نظری بشه، دوباره عمل بعدیت رو راهبری بکنی. خب اینا به نظر من در مکتب فرانکفورت غایبه. مکتب فرانکفورت این رو هم بگم که من از تصویر مسیحایی حرف نمیزنم، یعنی مسیانیک نیست، من دقیقا دارم از کریستیانیتی حرف میزنم، مسیحی. خب این مسیحی یعنی واقعا، چون میدونیم که اون یه مفهوم متفاوتیه، یعنی اون تأخری که امر متأخر داره و یک رستاخیزی بالاخره برمیگرده در حداقل دیسکورس بنیامینیش، منظور من اون نیست. من منظور من اینه که آقا به شدت مذهبیه، مذهبش هم مسیحیه، چون این نوع از تاریخی از تصویر و هنر که داریم میگیم، از اون نقاشی مسیح تا خود آوانگارد موومنت های فلان، همچنان در هنوز سکولاریزه نشدن. و این خیلی مهمه بگیم که آنتیتزه اینم زیبایی شناسی ایرانی آقای باوند بهپور از نظر من نیست. اصلا من نمیفهمم یعنی چی، برای اینکه آنتیتزه این نوع سکولار نشدن اندیشیدن و دیدن پارادایم شرقیش نیست. باز برای اینکه اینجا حداقل میگه کلام خدا غایبه، تو باید کلام خدا رو در بیابی. ما میگیم در پارادایم شرقی شما اصلا در جایی نیستی که کلام خدا در بیاری، عالم محضر خداست، شما باید محضر خدا رو درک بکنید. هایدگر نزدیک‌تره به این. هایدگر تعریفی از اندیشه میده، میگه به درون کشیدن به درون، میگه وجود موجود رو به درون قلبت بکشی، صدای زبان را بشنوی. خب این آنتیتزه این نمیشه، این راه برون رفت. راه برون رفت به نظر من فقط در ارائه تعریفی از کنش و عمل جدیده که قائله که کنش فقط و اندیشه فقط در برهم زدن نظام نمادین زبانی در نوع به خصوصی از عمل کردن صورت میگیره. از این منظر آره فرانکفورت اسکول به نظر من به هر حال نوعی از نظر انتقادی آریستوکراتیکه. صنعت فرهنگ، من دوست عزیز دارم نوید، نمی‌دونم از اسم ببرم یا نه، حرف خوب میزنه که آقا صنعت فرهنگه، هم باخش صنعت فرهنگه، هم ساسی مانکنش صنعت فرهنگه. وقتی آقای یوسف اباظری، یادم رفت اسم این دوستمون که چیز شده بود، خواننده که از من رفته بود با مصیبت ها، مرتضی پاشایی موضوع و تلقیش از نئولیبرالیسم بود که جوون آلمانی داره باخ گوش میده و ما داریم مرتضی پاشایی گوش میدیم. کجا جوون آلمانی داره باخ گوش میده؟ داره رامشتاین گوش میده. و تازه اگه باخم گوش بده، کی گفته باخ صنعت فرهنگ نیست؟ کی گفته اون در یک نظم به شدت به خصوصی از اقتصاد سیاسی و رابطه روبنایی با فرهنگش تولید نشده؟ حالا در قرون میانه و در قرن 17 و 18 بله رسما یک آریستوکراسی بوده،
حالا امروز آریستوکراسی برای همه میتونه باشه، چون با یک کلیک تو یوتیوب میتونیم بهش دست پیدا بکنیم. از این منظر آره، نقد مسئله دیالکتیک اندیشه کنشگری با دیالکتیک آدورنویی متفاوته، با دیالکتیک منفی آدورنویی متفاوته. ولی میگم میشه مفصل به این پرداخت، و اینکه در نهایت میگم من نقدم اینه که یکی از چیزهایی که بساط این قضیه رو جور کرد که بریم تو دانشگاه دیگه ازش بدونم خود بنده یک آرزه تمام و کمال از اونم به نظر من مکتب فرانکفورت. یعنی این که امروزه ما با حوزه گسترده از درست مکتب فرانکفورت مسئله شیش سیاست هویت نبود، اما به هر حال ما باید بدونیم که تکوین مادی و دیالکتیک مادی که باشه از دل اندیشه دانشگاهی، آن چیزی که امروز اومده بیرون کنسل کالچره، سیاست هویته. سیاست هویت چی میگه؟ سیاست هویت میگه که دیگری من بیرون از منه، دیگری من دیالکتیک با من نداره، برسازنده سوژگی من نیست و نفی میکنه منو، کلا وجود من رو نفی میکنه. و آنچه که در تاریخ بر من اتفاق افتاده، بر بومیان امریکای شمالی اتفاق افتاده، بر افریقایان افریقای جنوبی اتفاق افتاده، بر بدن زن اتفاق افتاده، لحظه به خصوص و تکین از تاریخی که با لحظه های دیگه متفاوته. یعنی پارتیکولاریتی ها رو میگیره، امور به خصوص رو میگیره، به درستی هم میگیره، لحظه های به خصوصی هم، اما نمیتونه ازشون یک سنتز وحدت بخش بده که چه منطقی از انباش سرمایه یا امپریالیسم یا توسعه یا هر آن چیز دیگه وجود داره که پیوست میده سرنوشتی که برای غزه امروز داره اتفاق میفته و 70 سال اون زمین چجوری داره غصب میشه، از لیبرزاینیسم اولیه و آدم‌هایی مثل موزس هس که با مارکس اینا هم همکاری میکردن، چی شد که اون تبدیل شد به زایونیسم زمین بگیره فلان. این سرنوشت چطور میتونه مشترک باشه با سرنوشتی که برای بومیان امریکای شمالی اتفاق افتاد یا برای بومیان استرالیا اتفاق افتاد؟ منطق اقتصاد سیاسی مشترک داره. سیاست هویت میگه نه ولم کن، من اگه بگم منطق اقتصاد سیاسی مشترک داره دیگه چجوری برم فاند بگیرم تو دانشگاه؟ چجوری دیگری سازی کنم از خودم؟ خب ما در دهه 70 یا مثلا مایکل هارت چند روز پیش سخنرانی میکرد، یه کتابی نوشته به اسم Subversive 70s، دهه 70 وارونه ساز، که شروع تکثرات ما جنبش سیاهان داریم، ولی ما از جنبش سیاهان از بلک موومنت رسیدیم به بلک لایوز ماتر. با فرق رو ببینید از کجا به کجا رسیدیم. از جنبش کویر رسیدیم به تلقی‌های متفاوتی از جنبش سیاست هویت جنسی که اساسا در سلطه رسانه است. کانسل کالچر، آیدنتیتی پالیتیکس، پولیتیکال کورکتنس، نزاکت سیاسی دقیقاً جای سیاست رو گرفته. این به این معنی نیستش که پارتیکولاریتی ها مهم نیستن ها. این به این معنیه که پارتیکولاریتی که فقط تقلیل پذیر و هویت من به مثابه متفاوت محض از دیگری و دیگری به مثابه خصم تمام و کمال منه، از دلش چیزی جز کنسل کالچر بر نزاکت سیاسی در نمیاد. این به این معنی نیستش که ما برگردیم به جهان روایی و یونیورسالیسم مارکسیسم کلاسیک دهه 40. نه 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 نه، این زیربنا و روبنا با هم روابط پیچیده‌ای دارن، اما باید بتونیم به شکلی از یونیورسالیسم برسیم اگه میخوام از سیچویشنز اینترنشنال ها حرف بزنیم. ما باید بتونیم به شکلی از استراتژی وحدت بخش برسیم اگر میخوایم این مصیبتی که امثال هارت و نگری بر سر ما در آوردن، خدا بیامرزتش خدا بیامرزتش هم جالبه بعد نگری گفتن، با همین تئوری مالتیتود، این تکثر که آقا تناقض سرمایه‌داری خودش بالاخره یقه خودش رو میگیره. و بعد جالبه بعد از 25 سال در سخنرانی آخرش هفته پیش مایکل هارت میگفتش که البته ما منظورمون از مالتیتود یک مفهوم سازماندهی بود، ارگانایزیشنال بود، ولی متاسفانه اینطوری خونده نشد، ولی خب اینطوری نوشته نشد. نمیدونم، من زدم سر به صحرای کربلا. نه دستت در نکنه. ممنونم از تا که خوبت علی. بسیار چیز بود، جذاب بود و مفید، و اینکه توی کانتکست مناسبی هم بود. به نظرم الان نیاز داریم به این مدل صحبت کردن به نظر، و این مدل البته میگم من این رو در نهایت باید بگم، ببخشید میونه کلمات، که این نقد من به شدت نقد همدلانه است. یعنی من احساس میکنم که اگر ما این نقد هنر سیاسی رو بذاریم کنار و به جاش به مسئله دیگه ای که چطوری میتونیم استراتژی برای تعریف جدیدی از درگیوم هنر بدیم،
راه برون رفت پیدا ممکنه بکنیم. یه بنبست جهانیه، این بنبست فقط در ایران نیست. من ادعایی اینو ندارم که راه برون رفت نزد منه. اندیشه کنشگری و ملاقات کننده ادای سهم منه. و باید نقد بشه، باید سرش یکی بیاد سرش رو ببره بگه نه این مثلا یاوه گفتی. اما همدلانه دارم این نقد رو میکنم. بحثم فقط تخته دیگری نیست. من احساس میکنم این ارجاع دادن به دیگری مفصلی که دیگه توضیح دادم یه ارجاع دادن نوستالژیک و بولیگران است. و مرسی از سراسر و مرسی از شما که من دعوت کردین. امیدوارم که سلامت باشی علی زیاده جان، گویی خیلی نشد. عالی بود، ممنونتم. مرسی. روز بخیر. مرسی از شما. خداحافظ.